واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. دایات قبلی الله تبارک و تعالی بعد از ذکر حالات یهودا که و ادعاهای بی اساس و بی بنیاد داشتن و فکر میکردن که کدارای جنت امیا هستند، بعد از رد این نظریات بی اساس از یا الله تبارک و تعالی حالاتشان در روز قیامت یا منظرشان به طور اجمالی بیان کرد که فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه. در او میدان خو الله تبارک و تعالی رشته ذاتی با کسی نداره، بلکه معتبر به نزد الله عقیده و عمل است. اما امی طایفه هایی که ادعاهای بی اساس میکردن از نگاه عقیده و عمل این مردم ناکام بودن. چطور ادعا میکنن که ما در او میدان کامیاب میباشیم؟ پس از او الله تبارک و تعالی بیان تصرف خدا، ملکیت خدا، البته به چند گونه وسعت ملکیت خدا الله تبارک و تعالی بیان کرد. توسط اینمی وسعت ملک الله تبارک و تعالی که احیا و اماتت، اعزاز و ذلت و همچنان برای کسی که نبوت میده یا نمیده یا پادشاهی و تصرف میده یا نمیده، امی قسم رزق دادن و همه خیر از طرف الله تبارک و تعالی بودن، کلش نسبتش به الله تبارک و تعالی شده بود. این نمایندگی زیرا میکرد که الله تبارک و تعالی تصرف تام سر کل کائنات داره و همه امور مربوط به الله تبارک و تعالی است. پس محور بندگی یا تعلقه و رابطه انسان همیشه الله تبارک و تعالی باشه. اگر با کسی دوستی میکنی به اساس محبت الله باشه، اگر با کسی رابطه قائم میکنی به اساس محبت الله باشه، اگر با کسی چیزی میدی به اساس محبت الله، از کسی که چیزی را منع میکنی به اساس محبت الله باشه. محور ایمان یا رابطه با الله تبارک و تعالی محبت الله است و محبت الله به خود وسیله و ذریعه داره که در این آیات ها بر ما و شما واضح میشه که چه قسم محبت الله را ما به دست آورده میتونیم. یقینا محبت الله جز دین است. اگر کسی به الله محبت نداشته باشه او مؤمن شدن نمیتونه. خب قاعده است که هرگاه محبت الله در قلب انسان جا بگیره، محبت الله تقاضای محبت مؤمنان را میکنه. یعنی او کسایی که رابطه با الله تبارک و تعالی داره، بندگان نیک الله هست، وقتی محبت با بندگان الله قایم شود، هیچ وقت آل یک جا نمیشه با محبت دشمنای الله. پس معلوم شد که در جهان دو قسم مردم وجود داره. یکی او کسایی هستند که اولیای الله هستند، دوستان الله هستند. اینجا ولی به معنای عام است، یعنی هر کسی که بندگی و طاعت الله را میکنه و اولیای الله شمرده میشه و محبت امرای ازواج جزء ایمان است. در مقابل دشمنا وجود داره که وا معصیت و نافرمانی الله را میکنه. در قدم اول نظام الله را نمیپذیرند، بلکه تمام عمر در کوشش یزیستند که در جای نظام الله نظام خود قائم بکنه. نعوذ بالله. امروز جهان کفر فقط در صدد یزیست که نظام دموکراسی، نظام خودساخته خود در روی زمین حاکم بگردانه و نظام الله تبارک و تعالی نباشه. با این تو مردم هیچ وقت محبت شدن نمیتونه. اگر کسی قطعی طور مردم محبت میکنه، معلوم شد که محبت با الله نداره، محبت با اولیای الله نداره. از همین خاطر است که ولا و برا یکی از جمله اجزای دین ما شمرده میشه. دوستی با او کسانی که الله واره دوست داره و دشمنی با او کسانی که الله واره بغض میکنه. این از ضروریات دین ما شمرده میشه. اگر اینمی ضرورت دین از بین بره، این ناقض ایمان شمرده میشه، ایمان از بین میره. این موضوع خیلی خطرناک موضوع است، خصوصا در عصر حاضر ما. ابلیس لعین خیلی تلبیسات سر مردم آورده. خیلی مردم مسلمان که خیلی دعوای ایمان زیاده داره، اما میبینیم که انواع دوستی ها را با دشمنان الله تبارک و تعالی قائم کرده، چی یهود چی نصارا و چی غیری از یا مجوس و مشرکین و همه مردم ها. کسایی که غیر از نظام اسلام در دیگر طرف هست کلش دشمنان الله شمرده میشه. چرا؟ پیش ما گفتیم که این الدین عند الله الاسلام. کدام نظامی که مردم باید در چوکات از او طاعت و عبادت الله را بکنه و به نام اسلام شناخته میشه. اگر در داخل چوکات هر نظام دیگری، اگر او به نام نصرانیت باشه یا یهودیت، مجوسیت باشه یا بودایزم، هندویزم باشه یا نعوذ بالله دهریت باشه، کل نظام مردود است، به نزد الله مقبول نیست.
و پیروانی از او به نام مبغضین و دشمنان الله شمرده میشه. مؤمن به کار است که قطعی طور مردم دوستی و موالات نکنه. قرآن کریم یکی از جمله اجزای ایمان موالات با منع موالات با کفار دانسته، یعنی دشمنان الله قطعش موالات نشوه. چرا؟ به خاطری که اعزاز و عزت برای مؤمن است نه برای کفار. با موالات با امرای کفار دو امر حتما لازم است، یا است که روش و منهج و افکار و عقیده از او را خوش داری از این خاطر، یا است که نعوذ بالله تو ترجیح میدی او مردم به نسبت او طایفه‌ای که تو در زندگی میکنی که مؤمن است و هر دویش از جمله نواقض ایمان شمرده میشه. این موضوع بسیار موضوع مهم است. امروز یک تعداد مردم ما رو آورده به سوی دوستی. کسی در لباس جاسوسی برای کفار کار میکنه، کسی بنگی برای اسلام سرزنش میکنه، اسلام بدگویی میکنه، نعوذ بالله مجاهدین مسلمانان را بدگویی میکنه. مثل که شما از رسانه ها این گپا را بالکل میشنوه که وا همیشه مسلمانان را ملامت میکنه، اسلام را ملامت میکنه، سر اسلام انتقادات اعتراضات است. تمام روز شبهه های را در بین میپرته که تا جوانا نعوذ بالله فکرشان پراگنده شود. چرا در اسلام حد جاری میشه؟ چرا قاتل قصاص میشه؟ چرا زناکار رجم میشه؟ چرا حدود قایم میشه؟ چرا دست دزد قطع میشه؟ چرا حق زن پایمال شده؟ این مسائلی هستند که این مردم در آن انداخته و میخواهند مسلمانان را در شک و تردد در مورد دینشان بندازه و مؤمنان را مترددین جور بکنه. از او خاطر تلاش و کوشش از یا اینمیسته. حالی اگر مسلمانان امی مردم همکاری میکنه، امی اشاعه و امی تبلیغات از یاره این مردم به دست خود پیش میبره، برای ازواد معرض خدمت واقع میشه. این موالات با کفار است که حالی تشریح میشه و آیت قرآن کریم صراحتا گفته. این موضوع تنها موضوعی نیست که در یک جای آمده باشه، یعنی منع موالات با کفار. در سوره آل عمران در آیه 118 این موضوع را الله بیان میکنه. در سوره نساء الله تبارک و تعالی در آیه 144، در سوره مائده آیه 51 تا 57، در سوره توبه آیه 33، در سوره مجادله آیه 22 و در سوره ممتحنه آیه 13. در کل مقامات الله تبارک و تعالی این موضوع منع موالات با کفار ذکر میکنه. علت چیسته؟ علت است که ضربه بزرگی که اسلام میخوره از دست مسلمانایی که نعوذ بالله مسلمان نماست، اما در حقیقت فعالیت و کارش مکمل برای خدمت کفار است و تمام روز کل انرژی و قوت خود برای گسترش انداختن و همچنان تبلیغات ضد اسلام این مردم مصرف میکنه. تاسف است که در بسیار ممالک اسلامی همچون مردمای خیلی زیاد گرویده امی کارا شده، چون نمیدانه در قرآن ننشسته که آیا موالات با کفار چه قسم است، آیا عزت دادن با کافر چه قسم است، آیا با کافر کار کردن که در ضد اسلام باشه چه قسم است. این مسائل درک کرده نمیتونه. از امو خاطر آلی شکار اینمی موضوع موالات بسیار مردم مسلمان شده، در حالی که حج میکنه، روزه میگیره، نماز میخوانه، اما در حقیقت این چیزا به درد نمیخوره. چرا؟ موالات با کفار کفر است، درجات به خود داره. ما براتان بیان میکنم. این موضوع بسیار جدی موضوع است. در این عصر حاضر ما خصوصا مسلمانایی که در هر گوشه و نقطه زیر فشار اسارت کفار قرار داره و یک تعداد مردم با این کفار دست همکاری داده، این مردم دیگه سخت باید در حراس باشه که ایمانشان در خطر است. یعنی با وصفی که یا نمازها را میخونه اما به نزد الله قبول نیست. یادتان باشه یک موضوع را همیشه در ذهنتان بگیره، یکی موضوع عقیده است، یکی موضوع عمل است. در موضوع عقیده اگر یک عمل خلاف عقیده آمد کل اعمال انسانی برباد است، مورد اجابت و قبول الله تبارک و تعالی نمیگرده. چرا؟ ایمان از بین رفته. از او خاطر اعمال نیک در صورت عدم ایمان هیچ کدام فایده نداره. اعمال کفار خیلی کارهای نیک میکنه. امروز که میبینیم تمام کارهای عامل منفعه را کفار در دست گرفته، اگرچه توسط از این غرض فاسد داره، خود شهرت در بین مردم میده و میخواه که جای در بین مردم پیدا بکنه و بعد از او تخریبات و فسادات خود به لباس صلح، به لباس دوستی شروع بکنه. امروز این گپا را ما و شما با دست لمس میکنیم، با چشم میبینیم، با گوش میشنویم که یا توسط مؤسسات عامل منفعه خود چقدر فسادات در بین ممالک ایجاد کردن و ممالک در بدر کردن. مملکت ها آرام نیست، تشنجات در هر جای شروع است. در کل جایی که مملکت اسلامی است، کدام گروهی که اقلیت است علیه حکومت مرکزی او را خستانده و او را حمایت میکنه.
این موضوع است که یا در نظر داره که تا مسلمان ها در بین خود آنقدر دشمنیشان زیاد شود که هیچ جگاه یا با هم هماهنگ شدن نتانه. مردم افغانستان چی نزاع داره در بین خود؟ اگر در او جانب است یا در این جانب است، کلشان منظورشان چیست؟ رضای الله. هیچ کس از این ادعا بگوی این ادعا را رد کرده نمیتونه. یک گروه گفته نمیتونه که منظور ما رضای الله نیست، یک گروه گفته نمیتونه که منظور ما برقراری حاکمیت اسلام نیست، یک کسی هم گفته نمیتونه. اما دشمن توانست که همین مسلمان در بین خود گروه تقسیم بکنه و یکی دیگه خدا خونش برشان حلال بسازه، یکی دیگه خدا بکشه. این حالتایی است که فی الحال ممالک اسلامی دوچار اینمی دسیسه های بزرگ دشمن بزرگ شده، اما مسلمان ها درک ندارن. علتش است که ما اسلام از نگاه مفکوره و از نگاه تعقل و تحقیق نپذیرفتیم. اسلام ما تذکیری و میراثی بوده. فقط اینطور فکر میکنیم که یک نماز خواندیم ما مسلمان هستیم. اگر 1000 عمل مناقض ایمان دیگه انجام دادیم هیچ کدام پروایی نداره. که یکی از جمله مظاهر از او مسئله شرک است و قبر پرستی است. پیش مردم قبر پرستی هیچ گپی نیست، بلکه این عبادت میدانه. اولیاء را متصرف دانستن یا صفت الله را برش ثابت کردن گپی خوب است، این بسیار افتخار سرش میکنه. بلکه تو اگر این طور عقیده نداری تو را خارج از دین میدانه. اینی حالات ایمان ماست. مردم نمیفهمه، درک نمیکنه. بیا قرآن چی میگه؟ لا یتخذ المؤمنون الکافرین، نمیگیره مؤمنا الکافرین کفار اولیاء به دوستی من دون المؤمنین، بغیر از مؤمنا. هیچ وقتی تو نمیکنه که بروان مؤمنا را دوستی مؤمنا را ترک کنه و با کفار دوستی را برقرار کنه. الله تبارک و تعالی خبر داده که مؤمن نمیگیره کافر به دوستی. کسی که کافر به دوستی گرفته مؤمن نیست. چرا؟ اگر مؤمن باشه و کافر به دوستی گرفته باشه تکذیب لازم میشه از الله. الله خو خبر داده که نمیگیره، مؤمن نمیگیره کافر به دوستی. پس معلوم شد که هر مؤمن اگرچه در ظاهر خود مؤمن میگه کافر به دوستی گرفته باشه او کافر است، او مؤمن شده نمیتونه. چرا؟ قرآن خبر داده نمیگیره مؤمنا کفار به دوستی بغیر از مؤمنا. او الله در اینجا بر ما بیان میکنه 5 نوع تهدید الله در امچو مردم بیان میکنه که کسی که دوستی با کفار میکنه. موالات چی را میگه اولیاء در اینجا؟ یکی محبت قلبی است، نعوذ بالله. محبت قلبی یعنی ام در زبان ام در دل، از ته دل از صمیم قلب تو تمام برنامه های کفر خوش داری و او را خوب میدانی. در این صورت شک نیست که رضا با کفر چیست؟ کفر است. کسی که با کفر راضی شد، خوش کرد او را، از ته دل پذیرفت، در این شک و شبهه نیست که کفر است و این آدم کافر میشه. اگرچه نماز میخواد، روزه میگیره، حج میره، زکات میده، لیکن این آدم کافر است. در اسلام ای از دایره اسلام برآمده، تمام اعمالش برباد شده. دوم مرتبه این را موالات میگه. اینی موالات آلی در 3 درجه تقسیم میشه. دوستی با کفار اول اینمیسته که برنامه های کفری را تو خوش داری و سرش راضیستی، این خب قطعا کفر است. دوم درجه اینمی موالات ایسته که تو در کارهای کفر و شرک و در نشر اشاعت کفر و شرک از او تو قطعش کمک و همکاری میکنی. زمانی که تو دقتش کمک و همکاری میکنی، اگرچه تو او را خوش نداری برنامهشه، خود تنها کمک و همکاری میکنی. در اینجا اگرچه کفر نیست لیکن این گناه عظیم و کبیره است. از او خاطر اینطور موالات یا دوستی هم منع است. از امو خاطر است که علما کدام مراسم جشن و این گپایی که سبب خوشی کفار است و او روزا را تجلیل میکنه، تمجید میکنه، اگر مسلمان یک وسیله اینمی خوشی را برش برابر میکنه، اگر راضی باشه سری نمی روزش، سری مو عنعنش که خوب کار است، کافر است نعوذ بالله. اگر راضی نباشه در دل بد میدانه اما امداد و کمک قطعش میکنه، اسباب و وسایل برش برابر میکنه، باز این گناه کبیره است، قطعا نادرست است. تاسف در اینجا است که یک تعداد علما همچون مراسم جواز میده، فتوای جواز میده. کدام روزهای ساختگی از واره که به نام جشنا مقرر کرده، این را میگه که قطعی مردم مدارات شوه، شرکت شوه، واره تبریکی گفته شوه. از امو خاطر است که در فقه حنفی از کلی فقه های سیگانه دیگه کرده، یعنی از حنبلیت و شافعیت و مالکیت کرده. در فقه حنفی ضدیت در مقابل تعظیم اینمی قسم مردم و جشن همی قسم مردم خیلی زیاد است.
حکمی که در فقه حنفی در این مورد آمده در یک فقه دیگه نه آمده. چرا؟ به خاطری که احناف در مساحات زندگی میکرد که با مجوسیا جشنش هم نوا می باشه. یعنی در مناطق فقه حنفی حاکم است که اون مناطق اولا یا سابقا نعوذ بالله آتش پرست و مجوس بوده. پس آن باز امی رسم مجوسیت نقل شده در بین مسلمان ها. وقتی مسلمان ها این کار انجام میده علمای احناف سرش فیصله قطعی میده که او روز براتان گفتم احکام القرآن للجساس عالم متقدم علمای احناف است. و بعد از او به نقل از قول از او از ملا علی قاری صاحب، از صاحب فتح القدیر، از صاحب بحر رایق ابن نجیم صاحب، فتاوای شامی، کلی علما نقل میکنه که کسی در روز نوروز یک تخمه برای تعظیم روز نوروز برای مشرک که اونمو عقیده به این روزی تجلیل دارد داد، ای کافر است. ای کافر است. خود تاسف در اینجاست که امروز امی ملای حنفی ما امی تجلیلا را روا میدانه، حیثیت برش میکشه، پهلو را جهت برش میکشه. اگر از این حیثیت بگیریم اینطور است، اگر از این حیثیت بگیریم اینطور است. خب عجیب است که قرآن خو میگه که قطعا کفار به دوستی نگیری. اگر تو در این روز موتر برش برابر میکنی که در جای میلش میرسانی، تو در این نمی عنعنه شریک هستی و گناه کبیر است. در روزای نوروز کدام موترا که در سرای شمالی در اده مزار استاد است و مردم میبره به نام میله گل سرخ، کلی از یاد در گناه شریک است. دکانی که در مزار واز است، که هتلی که در مزار واز است، به اون مردم نان میده یا در گناه شریک هستند. در این تو روزا که هر مسئله را، هر چیزی که سبب و وسیله برای کمک تجلیل روز شوه، این کلش حرام و نارواسته. بری کتابای احناف یک دفعه مطالعه بکنی. امروز خب علمای ما بیچاره یا کتاب نداره یا علم نداره یا بیان نمیکنه، میترسه که مردم ما را چیزی نگویه. وگرنه فقه حنفی سری موضوع بسیار صراحت داره، بسیار قوی صراحت داره. خب افسوس است این علما کجا خواست؟ چرا اینطور میگه؟ از پرده های تلویزیون فتوای جشن نوروز داده رایسته. او را چی میکنی؟ جشن کریسمس توسط بزرگا تبریکی داده میشه، نعوذ بالله. قطع شرکت میکنه. ما در رادیو شنیدم که روز جشن هندوها بوده، در جلال آباد مصاحبه میکرد قطع افرادی که ساکن جلال آباد بود. گفتیم روز روز هندوها بود، شما چی کرده؟ گفتم سایه ماست، تمام قطعش می روز خوب تجلیل کردیم، برای از وا خیلی کمک و همکاری کردیم. عجیب است که عالم وجود نداره که برشان بگوید که کمک و همکاری و روز تجلیل و خوشی کردن این نعوذ بالله اگر راضی باشی کافر هستی، خوش بدانی کافر میشی، اگر ندانی او را بد بدانی لیکن همونطور قطعش کمک کرده تو در گناه کبیره شامل است. این دوم صورت است از موالات کفار. سوم صورت از موالات کفار است که به کافر احترام دادن و عزت نمودن. او را اینطور پست بدی که در او پست مسلمان قرار نداشته باشه، در موقع قرار بدی که مسلمان ها برای از او تعظیم میکنه. اینم یا موالات با کفار است، یا موالات با کفار است. اگرچه تو امو آدم کافر بد میدانی به خاطر کفرش، لیکن عزت میدیش، مقام برش میدی، احترام برش میکنی، چاپلوسی برش میکنی، در دین مقدس اسلام ایام نارواست. چرا؟ کافری که در بین خطه مسلمان ها زندگی میکرد جزیه میداد، این مقام برش نمیداد. ولی امروز ببینی راستی تا نبگوی کفار در مقام اعلی قرار داره. اولین دشمن در اینجا کسانی است که عمل به سنت رسول الله میکنن. شما باور به الله بکنی، یک جناب پیر صاحبیتان دمی کابل است، امی یهود و نصارا پیشش آمده بود، یک رقم میمانی را برش تیار کرده بود که پرسان نکن. آنقدر عزتمندی شکرده، پذیرایی شکرده که پرسان نکن. اما در سر مقبره و در سر منبر که میخیزه، اولین فتوای کفر علیه او کسایی میده که رفع الیدین میکنه. اولین فتوایش در مقابل او کسی است که توحید بیان میکنه. اینی مردم است. یک دفعه شما هوشیار شوی، آخر شما مسلمان ها قرآن پس کنی که کتاب الله چی بیان میکنه. بالمقابل دیگه مردم هم همینطور وجود داره که امی یهود و نصارا را عزت داده و مسلمان از ذلیل میدانه، نعوذ بالله. امیال افرادی پیدا میشه که از زیرش آنقدر نفرت داره که پرسان نکو، اما بی حیایی و بی عزتی را آنقدر خوش داره که پرسان نکو. اینطور آدم شک در کفرش نیست. چرا؟ ریش از جمله شعائر اسلام است، حجاب از جمله شعائر اسلام است. تو شعائر اسلام بد میدانی، معلوم شد که تو نفرت با دین داری
و اونجا علامات و شعائر کافره خوش داری. مردم چه افتخار به چی خود میکنه، نکتایی خود میکنه نمیکنه. اگر چی دکتر ذاکر نایک الله در عمرش برکت برته، خوب آدم است، مسائلش خوب است، اما پیش ما افراد قابل اقتدا نمی باشه. مولوی متوکل قابل اقتدا نیست. سخنش تا وقتی که مطابق قرآن و حدیث بود قابل پذیرش است، که نبود در دیوال زده میشه، در خاک زده میشه. از ما گرفته تا آخرین نقطه را، غیر از پیغمبر علیه السلام که معصوم است و اطاعتش در ما واجب است، دیگه هیچ کس مطلقاً از او پیروی نمیشه. مطلقاً از کسی پیروی نمیشه، بلکه سخنایش در معیار یا در ترازوی قرآن و سنت طول میشه. اگر موافق بود قابل قبول، اگر نبود مردود است. ولو که نگه که چشم ما باشه، پدر باشه، امام باشه، عالم باشه، هر کس که باشه. دکتر ذاکر نایک صاحب در ماحول محیط زندگی کرده، از خردی که اونجا نکته‌ای انداخته میشه، او اینطور فکر میکنه که این عنعنه خاص کفار نیست، بلکه مسلمان ها میره از اول انداخته. اما موسوعه انگلستان بکشه، اول بنیاد زیر امین نصارا گذاشته و این عبارت از اونمو رسپانی که عیسی علیه السلام در دار سرش بسته کرده، این نشانی از اوست. مثل که نصارا صلیب میپرته، چلیپاکی هسته، این صلیب میپرته، این نشانی به دار آویختن کیست؟ عیسی علیه السلام است. اینمی قسم اینمی نکتایی هم نشان اونمو توته است که چی کرده؟ عیسی علیه السلام در دار آویخته. حالی اگر یک عالم مصری ریش خود چٹ تو پٹ میکنه، یک عالم مصری میگه که نه حجاب پروا نداره، عالم مصری میگه که نه ریشی تو نامده، مقصد که موی بمونی، اگر یک انگشتک هم باشه پروا نداره. نه، ما تابع قرآن و حدیث هستیم، تابع ملاها نیستیم، تابع افراد و اشخاص نیستیم. موضوع خوبی از او به سر و چشم، اما موضوعی که خلاف دین آمد باز ما تابعداری از او را نمی کنیم. حالی ما تابعداری ذاکر نایک که در هر خوشگوترش نمی کنیم. مسائلش، مفکوریش، علمیتش، حاضر جوابیش، معلومات کافی در ادیانش، این را تسلیم میکنیم. عالم برجسته است، خیلی خوب عالم است، اما در نکتایی او را چی نمی کنیم؟ تایید نمی کنیم. چرا؟ نکتایی یکی از جمله شعائر نصارا است. اگرچه نصارا نظر به حکومتی که در جهان عام داره، کل مسائل خود، رسومات خود سر کل جهان عام کرده، کل جهان. حالی امروز اگر یهود کمپانی دارم، نشانی چی داره؟ صلیب داره نه. مؤسسات خیریه کلشون موتور است. چرا؟ به خاطری که غلبه و قدرت نصارا سر کلگی حاکمیت داره، از او خاطر رواج داده. لیکن ما خو مسلمان هستیم الحمدلله، از او خاطر ما هیچگاه شعائر کافر در خود عملی نمی کنیم. پتلون از اونجا وارد شده، سرلوچی از اونجا وارد شده. شما بد ندانید، ما یک تعداد جوانای ما را شما التزام بکنید به خاطر از اینکه مخالفت از او بکنیم. پیغمبر علیه السلام یکی از جمله شعارش همین بود که همیشه مخالفت یهود و نصارا را میکرد در بعضی مسائل. حالی که وقتی او شعار است، ما چرا پتلون فرض است سر ما که ما در دفتر بپوشیم، در مکتب بپوشیم؟ چی است؟ آیا این لباس ما خیلی بدی داره که ما قطعش درس بخوانیم؟ آزاد، نه تنگ، نه خسته، نه هیچ چیز هم سرت نمیشه. آزاد، لباس خیلی موزون، خیلی زیبا. راستی تا نبگم این زیباترین لباس کجاست؟ اینمی لباس ما شماست الحمدلله، بهترین لباس است. هم حیثیت مستور است و هم عزتت برقه، هم زینت داره. چی ضرور است که ما او کارا را بکنیم؟ ما مسلمان ها گیرویده از ما نمیشیم که حالی این فرهنگ غلبه کرده ما بس دیگه همون طور بکنیم. اینطور باید نشود. قرآن کریم ما را از اینمی خاطر منع میکنه، و من یتولهم منکم فانه منهم. کسی که دوستی با او مردم میکنه او از او جمله شمرده میشه، در روز قیامت قطعا از او خلق میشه. پیغمبر علیه السلام نمیگه من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که مشابهت با قوم میکنه او از او جمله، از او زمره شمرده میشه. در روز قیامت قطعی مجوس خلق شوی، قطعی یهود و نصارا، قطعی هندو و نعوذ بالله. امروز هزارا رسومات هندو در بین ما و تو نیست. گلایی را که در گردن حاجی میپرته رسم کیسته؟ راستی تا نبگه. آیا عروس اسلام گلا در گردنش انداخته شده بود؟ آیا حاجی اسلام گلا در گردنش انداخته شده بود؟ ما خو مسلمانای هستیم که از هر طرف، از هر جانب، از هر گروه بری خود عنعنات گرفتیم. یکی را از یک جمع، دیگهش از دیگه جمع، دیگهش از دیگه جمع. پوشاندن قبرا را توسط رختا، این در کدام عنعنه است؟ کجاست در اسلام؟ بیرق بالا کردن در کجاست؟ گنبد جور کردن سر قبر در کجاست؟ پنجره ها زدن، نوشته کردن در کجاست؟ این کدام عنعنه است؟
شما که مشخص میسازی خیرات ها را دیگه 3 4 الوای شام گپا یعنی هندواسته انتقال به مسلمان ها کرده. خب ما مسلمان ها هویت و شخصیت خدا خوب نمیشناسیم که مسلمان چی هویت و شخصیت داره. به الله قسم او هویتی که الله بری تو داده خیلی معزز است، خیلی عزتمند است. تو را میگه که تو باید قطعی کافر در طور موقف قرار نده که تو باز برش چاپلوسی بکنی، ادب بکنی، احترام بکنی، این تو در عرصه برش استاد شوی. تو را الله مسلمان با عزت پیدا کرده، خود محنت بکو، خود زحمت بکو، خود در یک مقام برسون. حالی او تحقیقات ساینسی میکنه تو بکو. تو را چی شده؟ ها؟ که همیشه پشت تقلید فقط در لباس تقلید از وره که در اوستی در علم تقلیدش نمیکنی که و در کدام میدان میرسه تون برسی، در تکنیک تقلیدش نمیکنی که و در کدام میدان رسیده تون برسی. چرا؟ ما اینطور نگویی که ما نابغه ها نداریم. یقین به الله بکنی اگر مسلمان ها را کسی تقویت بده اطفال ما نابغه است. در حالت طفولیت طور چیزا را برات میسازه که هیچ پرسان نکن. ما همونطور شخصیت ها را داریم لیکن کسی نیست که او را استقبال کنه، او را معاونت و کمک کنه، او را رشد بده، او را از بین میبره. حکومت های ما همیشه کسی که یک کمی فکر خیلی زنده و چی داشت بیدار انقلابی داشت او را زود سرکوب کرده که ما بادا پاچایی را از پیش ما بگیره. سالا همینطور حکومتات این نشد تا امروزه یک کسی که او واقعا در میدان علم و ترقی پیشرفت کنه او را کس نگذاشته. زودی کرده یا مسموم کرده یا توسط پیچکاری کشته شده یا تبعید از وطن کرده یا نگذاشته. سید جمال الدین افغان افتخار بود. چطور در مصر دعوت داده میتونه اینجا نمیتونه؟ در اونجا بنیادگذار اخوان المسلمین شده میشه اینجا نمیشه. اونجا رشد داده میتونه اینجا نمیتونه. خب نمیتونه اینجا موقع برش نمیده. چرا تو که وقتی 4 روز شهرت پیدا کنی باز تو را نمیگذاره میگه یا حکومت از پیش میگیره. اینی حالت های مسلمان هست در جای همیطوره، تنها در افغانستان نه، در هر جای. یک دکتر قدیر چقدر محاصره ها سرش لگانده شد. چرا؟ آلی در دنیای دیگه خام به ما یتم خیلی مردم زیاد جور کرده او به هر طرف انتقال داده رایسته با دوستای خود. به اسرائیل هم بم یتم جور میکنه خب کسی سرش اعتراض نمیکنه. اگر دکتر قدیر بم یتم به ایران جور کنه یا به عربستان یا به افغانستان جور کنه جرم است. تو دولت کافر 1000 مملکت کلیتون بم یتم جور کرده رایسته من نیسته اما مسلمان نمیگذاری که او رشد بکنه او ترقی بکنه. ما دونم حالت قرار داریم. حکومت های ما خائن است. همین مردم همیشه نعوذ بالله غلام امود سردمدارا باقی مانده. حکومت پاکستان غلام بود که دکتر قدیر در محاصره قرار داد حالی نمیگذاره. دکتر قدیر واقعا شخصیتی است، اسلام سرش افتخار داره، میتونست جهان همینطور در حالتی برسانه که باز میدیدی که در دنیای غرب مردم پیشرفته است یا اینجا پیشرفته است لیکن نمیگذاره و میدانن که طور مردم ها را در دست تو نمیگذاره، دزدی میکنه، میخره. امیالی استازای بزرگ خیلی پیشرفته در پوهنتونای امریکا و لندن و آلمان درس داده رویسته. سری خونی امی ملت درس خونده، رشد کرده، تعلیم حاصل کرده، رفته حالی خدمت به کافر کرده رویسته. چرا که معاش دلاری در اونجا است، راحت زندگی میکنم. خاک در سری طور زندگی راحت که در مملکت کافر زیر تسلط کافر نعوذ بالله تو احترام و ادب بریزو بکنی. بیا با چشم سرخ در این ملتی مظلومیت بیا 1 سال همونطور مفت درس بده که شاگرد تربیه بکن که حالی رشد میکنه این ملت یا نه. اینجا خو مردم با ټیله در پوهنتون استاد میشن، در ټیله به واسطه وزیرا و وکیلا. کدام لیاقت و اهلیت است؟ ببینه اهلیت و لیاقت در کجاست؟ علتش نمیسته، ما را نمیگذاره. خب لیکن این دوستی ها سبب میشه. این 3 موارد موالات بود. این 3 قسم موالات قطعی کافر قطعا نادرست است. دوستی با کافر بدون از اینکه عقیده مفکوره و منهجش تو دوست نداری بالکل قطعش ضد هستی اما به خاطر از این دوستی میکنی که این طرف طایفه مسلمان ها را ضربه بزنی ایام حرام و چی هست؟ نادرست و نارواست. چرا؟ به خاطری که مسلمان دیگر را قطعش ضربه میزنی. دوستی با کفار بدون از اینکه مسلمان دیگر هم ضربه نمیزنی لیکن توسط دوستی تو کفر رشد پیدا میکنه، کارش رشد پیدا میکنه، شهرت زیاد پیدا میکنه، باز در این داخل است. اینیم حرام است، این هم حرام است. بله قطعی کافر یکی مواسات است.
غمخوری همسایت است، یک حالت ناگوار و حادثه سرش آمد، مسلمان و کافر قطع کلگی مواسات و غمخوری کردن درست است. دمی طور موقعی او را از دست بگی، بغیر از کافر محارب. یک کافری که قطع تو جنگ داره مواسات قطعش نمیتونی. مدارات چی را میگه؟ در یک موقع آلی تو در خطر افتاده، یا جانت یا مالت یا اولادت، نفس تهدید میشی، میبینی که او سلطم داره، واقعا همی گپ شدنی هم است، آلی مدارات بکن، بری تو جایز است. همینجا استثناء آمده الا ان تتقوا منهم تقاه. این مدارات میگه در موقعی که جانت یا نفست یا اولادت در خطر، ناموست در خطر میفته، تو مدارات باید بکنی. این بری تو جایز است. اینی را به نام تقیه یاد میکنه، تشریح میکنه مسئله تقیه را. دیگه یکی معاملات است. معاملات قطعی هر کس جایز است، ولو که کافر محارب هم باشه. خو لیکن اگر معامله تو ضرر برای مسلمان داشت، قطعی کافر محارب، بازی معامله هم قطعی از او درست نیست. بعد دیگه کفار معاملات درست است، کار کردن، تجارت کردن، شرکت کردن، اجاره دادن، خانه را کرا دادن، کلش درست است، به شرطی که قید داره که اینجا ضرر برای مسلمان نباشه. اگر تو خانه را دادی که در اینجا تعلیم نصرانیت داد، تو در این نشر و اشاعتش بالکل داخل هستی. اگر تو این را خوش داشته باشی که بان بده، کافر هستی، نعوذ بالله. خانه تا دادی برش. امروز کسی را فکر میکنه مطلق خارجی را پیدا میکنه، میگه در خانه ما بشینه، خب برای ما دمای $50,000 بده. سوال نمیکنه که کدام برنامه را پیش میبره. این برنامه برای منفعت افغان مسلمان است یا نه که این ضررش است؟ این کدامش است؟ اینی مشکلات است که قرآن نخوانده، مردم هم طرز زندگی و معامله خودم نمیفهمه. با کافر کار کردن درست است، با غیر از کافر محارب. قطعی کافر محارب کار به خاطر نمیتونی که کاری تو معاونت میشه به امرای از او. هر نوع کار کی باشه، این موضوع بسیار واضح است. هر نوع کار کی باشه، قطعی کافر محارب، سر از که او را بد میدانی، خوب نمیدانی. اگر خوب گفتی کافر هستی، بد میدانی لیکن همکار هستی. تیلش میاری، نانش میرسانی، آبش میرسانی، کالایش میدوزی، نفقش برابر میکنی، چوبی سوختش برابر میکنی. کافر محارب قطعا این کارا نارواست، نادرست است. بله با کافری که قطعی تو جنگ نداره، باز اونجا بس بنابر 3 شرط کار قطعش جایز است. یک شرطش است که کاری تو ضرر به مسلمان نداشته باشه. دوم شرطش است که کاری توهین آمیز نباشه که بری حالی تشنابایش تو پاک بکنی، نعوذ بالله. چرا الله مسلمان عزت داده. سوم شرطش است که در ادای مراسم اسلامی خود آزاد باشی. اگر در یک جماعت تو را منع میکنه، کار قطعش حرام است. اگر ریش ماندن تو را منع میکنه، کار قطعش حرام است. اگر دختر به حجاب ماندن منع میکنه، کار قطعش حرام است. این را یاد داشته باشی. ولی امروز کدام جا است کی همین چی را مراعات میکنه؟ چی میگه؟ مولوی صاحب والا نماز پیشین ما چیسته، همیشه قضا میشه. چرا قضا میشه بیادرم؟ والا ما خو در مؤسسه کار میکنیم، خارجی هاست پدر نالتا و ما را نمیمانه. چرا کار میکنی؟ تو افغانیستی، تو شرط سرش بگذار. او چرا شرط سرت میگذاره؟ او در وطن تو آمده، تو باید شرط سرش بمانی. اول شرط از طریق حکومت مانده میشه. مؤسسه‌ای که در داخل مملکت اسلامی کار میکنه با شرایط اجازه داده میشه. اول شرطش است که کارهای در تناقض اسلام واقع نشود. این اول شرط است از مملکت اسلامی برای مؤسسات خارجی که در داخل مملکت اسلامی کار. هر عملش که مناقض با اساسات شرعی باشه، اون مؤسسه دیگه حقی کار نداره. ولی شده کدام قرارداد و پروتکل شده با می مؤسسات؟ پول خودشان نره، پس خودشان سری خود مصرف میکنن. یک خانه را ما $1,00,000 کرا میگیره. چرا؟ تو پول برای کمک و مساعدت مردم آوردی، سری مردم چی بکو؟ مصرف کو. موتر لوکس برای خود میگیرن، چیست؟ ماگکی که لوکس دیش گشت و گذار میکنن، خدمه و خوراکا و گپا را کلش برای خود میگیره. اگر تو واقعا خدمت میکنی ده حکومت بده، تسلیم کو پیسه را. اگر اعتماد نداری که حکومت بررسی نمیتونه او حکومت خرج نمیکنه، این اعتماد نداری، بله عالی محاسبه را بده. همو قسم که افغانی در کدام خانه زندگی میکنه، توم زندگی کن. با کدام موتری که افغانی میگرده، توم بگرد. از افغانی که خود تو باز اینجا بالا نیستی. ولی امروز کدام حالت است؟ چه حالت است؟ قرآن برای ما چی میگه؟
امروز کل مردم ما تلاش به این داره که زود زود خود داخل کنیم، آرام خود گرفتیم، هر شرط که سر ما میمانه. تعجب خود است که بسیار جای تعجب است. اعلان میشد که 3 دختری اینی قدر سن و سال والا را ما در مؤسسه خود میگیریم، 1000 دختر امتحان میده، در 1000 همو 3 دختری که از او کده خب صورت و جمال و زیبایی نداشته باشه اما را انتخاب میکنه، امتحانم به می خاطر بگیره. ما افغانا خود چی کردیم؟ کدام حالت آوردیم؟ به الله قسم امو گبی کدام دستاری بابا و اجداد خودم قطی خاک یکسان کردیم. افغانی یک وقت غیرت داشت، امروز کجاست؟ امروز چی حال است؟ به خاطر که نان فرانسه را خوردی چی؟ یا نان کانادا را یا نان انگلستان را کدامیش خوردی؟ چرا؟ حیثیت و غیرت خوب باقی مانده. چرا میکاره میکنیم؟ تو افغانی واسطه میشی. دیگه جاسوسی کردن برای ازوا. امام مالک رحمت الله علیه میگه جاسوس سپرده شده به حاکم وقت، به قاضی وقت. چرا؟ مسئله از او تفصیل کار داره. یک آدم نمیفهمه همونطور قطع ازوا یک جای شده، یک آدم شعوری رفته، یک آدم بنابر دشمنی شخصی اینجا قطع مسلمان داره رفته قطع کافر جاسوسی کرده رایسته، از او خاطر به حاکم وقت حواله شده که اگر گیر شوه که به کدام حیثیت جاسوسی کرده رایسته او بعد از او قابل قتل و کشتن است. چرا؟ به خاطر هیچ نوع کمک با کافر علیه مسلمان نمیشه، قطعا نمیشه. امی آیتایی که در مختلف صورت ها آمده امی موضوع را برای ما بیان میکنه. از او خاطر موالات و دوستی با کفار قطعا نادرست است. خصوصا برنامهش خوب گفتن. امروز مردم مسلمان ها را ملامت میکنن، مجاهدین بد میگه، جهاد بد میگه، مجاهدین هم نه. اگر مجاهدین بد بگه که کاری بد کرده باشه ما بد میگیم، کاری غلط کرده باشه خون نمایندگی اسلام نمیکنه. چرا؟ اسلام برای خود یک نظام است. اما یا چی میگه؟ جهاد بد میگه. جهاد کجا؟ جهاد نیست و ایران نیست. اسلام جهاد روا کرده. شما یک مصاحبه را بشنوید، قطع یک عالم مصری یک زنی که در امریکا زندگی میکنه از طریق چینل الجزیره و مناظره داره برای او زن که چی انتقاد داره، میگه اولین نعوذ بالله اولین محرک جنگ و اختلاف اسلام است که این ملت ها را تقسیم کرد که بعضی را اسلام بعضی را کافر مقرر کرد. شما مناظره را بشنوید باز براتان معلوم بشه که در دنیا چقدر زنای مسلمان یا استخدام کرده و پس علیه اسلام نعوذ بالله در کار انداخته. امروز همونطور نیست. خواهر ما به جای از اینکه بیا خواهر دیگر را دعوت بده که حجاب بکو، عزت تا آبروی تا نگاه کو، من اینی قدر زندگی را تیر کردم، این زندگی به این سیستم بشه، میایه به دختری جوان میگه که چی به درد میخوره ای؟ یعنی عنی کونه است، ایره او طرف کو، ای از بابا و اجداد کونه فکری ما مانده، او طرف کو، قولای تلوچ کو، در بازار برای این طور کو. امروز امی برادر خواهری ما امی برنامه کافر او پیش میبره. این آدم چطور خود بگوید که من مسلمان هستم و من ایمانم بر جای است، حجم بر جای است، زکاتم بر جای است، نمازم بر جای است؟ شما بگوید که او خود میره دیگر را دعوت میده به سوی نعوذ بالله نظام کفری. چطور شده میتونه که یک آدم اسلام بد معرفی میکنه، اسلام نظام عقب مانده معرفی بکنه، دموکراسی را نظام رشد و ترقی معرفی بکنه؟ این آدم اسلام گفته میشه؟ اسلام گفته نمیشه. امروز مشکل این است که ما نواقض ایمان نمیفهمیم که ایمان چی نواقض داره، ایمان چی نواقض است. این را نمیدانیم، تنها ایمان خودش نمیشناسیم، نواقضش از کجا بشناسیم؟ ما یک تعداد کتاب بود نواقض اسلام، او را شاید مطالعه کرده باشه که اسلام توسط چی نقض میشه. مردم ما فقط میگه که یک دفعه از پدر و مادرت مسلمان بود، تو که اگر هر قدر کارهای غلط تو خراب میکنی مسلمان است. شراب بخو، نماز نخو، مردم برای دختر داده رایسته. هیچ کس نمیگه که خو در کل عمر نماز نخونده کافره. این خو شراب حلال میگه، این خو پیغمبر دشنام داده، این خود توهین میکنه قرآنه. امیال همونطور مردا هست یا نه؟ به خودم تلفن میشه خطا آمده که شوهرش اینی تو عقیده داره. پیغمبر دشنام داده، گفته اسلام کی کشیده؟ نعوذ بالله. بازم زن قطش زن است و برادر خو مشرک است، او خو مرتد است، قطش نکاح نمیشه. لیکن نمیفهمه امی بیچاره زنا خواهرای ما آگاه نیسته که قطعی عالی ادامه بده زندگی را، یعنی که قطع بکنه. معلومات نداره. علتش چیست؟ علتش است که ملای ما در سر منبر غیر صدقه فطر و خیرات گپ دیگه نزده.
پستی قربانی صدقه فطر خیر و خلاص. یک روز هم در سر منبر موضوع موالات بیان نکرده، قطعا بیان نکرده، نواقض اسلام بیان نکرده، توحید تشریح نکرده. شما میبینی همین ملاها را در مساجد خیلی نامدار وجود داره، کدام روز در توحید بحث کرده، در شرک بحث کرده؟ فقط به خاطر که مردم هم استقبال میکنه. چرا؟ نوروزیش تایید میکنه، میلادش تایید میکنه، ختمش تایید میکنه، اسقاطش تایید میکنه، رسم و رواجش تایید میکنه. او ملا قابل قدر است. ما ملا چرا قابل قدر باشیم؟ ما را خو مردم باید بکشه، یک روز هم نمانه. مردم اینطور میگیریم که بیخی میگیم این خرابی او کلی گپا را گرفتی تو خراب. هم یک مولای شما همینطور است، همینطور نمیگه؟ اینی حالت است. ولی قرآن میگه لا یتخذ المؤمنون، نمیگیره مؤمنا. و یکی مؤمنی واقعی است یقینا مفکوره مؤمن است، حقیقت ایمان شناخته. مؤمنی که واقعا رشته محبت و رابطه محبت با الله قائم کرده، کی را نمیگیره؟ الکافرین، کفار نمیگیره. با چی؟ اولیاء، با دوستی. قطعا از دوستی نداره. من دون المؤمنین، بغیر از مؤمنا. چرا؟ به خاطری که دوستی به امرای الله تبارک و تعالی تقاضا میکنه که دوستی الله را دوست بگیری که مؤمن است، نه که دشمنی الله را به دوستی بگیری. نه. و من یفعل ذلک، 5 تهدید الله اینجا ذکر میکنه. و من یفعل ذلک، کسی که کار میکنه یعنی دوستی با کفار میکنه، فلیس من الله فی شیء، نیست از جانب الله، یعنی نیست در زمره اولیای الله. فی شیء، یک چیزی هم، هیچ اعتباری هم نداره از جانب الله شخص. فلیس من الله، نیست از جانب الله. فی شیء، در کدام امر معتبر. ای اگر زندگی ها میکنه خدا مؤمن ها میگه خب پیش الله قدر و قیمت نداره. الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر که شما میترسی منهم از همین کفار، تقاتن بترسیدن. از کافر ترسیده، زورم داره، قوتم داره، تو در مملکت شام هستی، بالکل کدام تهدیده که متوجه می سازه او را حتما انجامم داده میتونه. خطری جانیت است یا خطری اولادیت است، اینجا تو مدارات کده میتونی. مدارات چی را میگه؟ خوش آمد و پیش آمد ظاهری، در دل قطعا دوست نداشته باش. یولمو تو رایت است. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، در سوره نحل که میاد، در سوره نحل آیت 106 اونجا که میاد که اگر کافر تو را تهدید کرد به قتل یا به قطع عضو، او تو یقینا میفهمی که یه آدم همی کار میکنه، او برات میگه که یا کلمه کفر بخوان یا تو را میکشم، بالکل کلمه کفر بد رخصت است. در زبانت بخوان، خود قلبت ایمان چی باشه؟ بالکل مستحکم باشه. عمار ابن یاسر رضی الله عنه مترکت، پدر و مادر نخوان کلمه کفر، شهید شدن، بچه خواند، لیکن آمد پیش پیغمبر گریان گفت یا رسول الله جنایت کرده، کلمه کفر به زبان خواندیم. پیغمبر آیت آمد، پیغمبر برش گفت که در قلبش ایمان بود یا نه؟ گفت بالکل ایمان مکمل بود. گفت پروا برات نداره. خو این صورت رخصت است، رخصت عزیمت نیست. اگر یک آدم امین جهم کشته میشه، عزیمت است، اول امر است که تن بده، بان که شهید شوه خو نپذیره، بان که جانش از بین بره. اول درجه اوسته. بله، در درجه رخصت برتیسته که برای حفاظت نفس خود، اولاد خود، ناموس خود تو مدارات بکنی، تو مدارات قطع ازوا بکنی. مدارات خوش آمد و پیش آمد، منهجش، مفکوریش، رسم و رواجش خوش نداشته باشی، خو لیکن در ظاهر مجبور هستی، راه دیگری نداری. از همون خاطر این را تقیه میگه. اینی را خود تقیه خود نگاه کردن دمی موقع. دوم ترجمه را میکنم، باز تقیه را تشریح میکنم. الا ان تتقوا منهم تقا، مگر که شما حفاظت میکنی خدا منهم از همین کفار، تقاتن به حفاظت کردن. منظورتان حفاظت جان و اولادتان است. آلی برای شما جایز است که قطعی کفار مدارات بکنه. از همین خاطر یک دولت اسلامی در مرتبه مدارات وقتی که میترسه که من در زیر تهدید قرار دارم، میتونه مدارات قطعش بکنه، اما نظام و برنامهش دوست نداره، موالات نمیکنه، از ته دل قطعش دوستی نمیکنه. تقیه چی را میگه؟ خود نگاه کردن در موقعی که تو مواجه به خطر میشی، این را تقیه میگه. خود نگاه کردن در موقعی که تو در معرض خطر واقع میشی. شریعت اسلامی را اجازه کرده، رخصت داده.
به شرطی که نفس در خطر باشه، اولاد در خطر باشه. مال نه، مال که در خطر باشه باشه. در اینجا دو طایفه است. یک طایفه خوارج است. خوارج آنقدر در اینجا محکم هستند که ولو سرت بریده میشه بالکل برای تو جایز نیست که مدارات قتل کافر بکنی. امی پیش آمد و خوش آمد هم برات جایز نیست. اینجا آیت قرآن بر ما اجازه میده، لیکن وا میگن نه نمیشه، یا خیلی افراد کردن در اینجا که میگه قطعا نیسته. او طرف برادرای شیعه وا چی میگه؟ وا میگه در هر معامله تقیه درست است. چرا میگه؟ اصل هدف دیگه جای است. وا میگه پشت سنی نماز بخوان دست بسته، بلکه اگر پشت سنی نماز خواندی مستی که پشت پیغمبر نماز خوانده باشی، همین ثواب داره. چرا؟ به خاطری که تقیه کردی، او تقیه ضرورت دین است، رکن دین است. بدون تقیه ایمان تکمیل نمیشه. در اینجا هیچ خطر هم نیست، نه خطر مواجه مالید، نه جانید، نه اولادید، هیچ چیز هم نیست. حالا یک اهل تشیع در مسجد سنیا بیا نماز بخونه، کس برش چیزی میگه؟ نه، هیچ خطر برش مواجه نیست. یا میگن حتی من تقیه شوه. چرا این تقیه را بیخی ضرور میدانه؟ به خاطر یک هدف دیگه، به خاطر ابطال خلافتی که ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم. اصل مستحق خلافت علی رضی الله عنه بود. پیغمبر خلافت وصیت کرده بود به علی. غاصبین پیدا شدن مثل ابوبکر و عمر و عثمان اعاذنا الله منها. غاصبین پیدا شدن، خلافت وا غصب کردن. خیر علی رضی الله عنه در زیر فرمانش چرا جهادا میکرد، چرا کار میکرد، چرا دختر میداد، چرا دختر میگرفت، چرا اولاد خدا به نامای از آنم گذاری میکرد؟ آسان جوابی از یا چیز تقیه میکرد که یک طرف علی رضی الله عنه آنقدر دلاور و شجاع است که چشم حراس از هیچ کس نداره، از هیچ کس. در هر میدان جنگ کامیاب کیست؟ علی. هیچ چشم سوز نداره. او اینجا از کل که در بزدل است. در این موضوع خلافت از کل که در بزدل است که حتی مطالبه هم نمیکنه، یک یادآوری برای امرها و امنواهای خودم نمیکنه که امی ابوبکر رضی الله عنه خلافت مرا گرفته. و جناب برادر شیعه، این خلافت در کدام حدیث ذکر شده؟ این خلافت در کدام آیت قرآن ذکر شده؟ اگر توی عقیده را داری که قرآن ناقص است، آیتایی که در اونجا موضوع خلافت علی بیان شده او گم شده و از بین رفته، باز خود قرآن میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حرف و حرکت قرآن کسی تغییر داده نمیتونه. باز اگر هر کسی که سری قرآن عقیده نقصان داشته باشه او مسلمان است یا کافر؟ او کافر میشه. عجیب است. خلافت موضوعی است که مرده پیغمبر علیه السلام دفن نمیشه، همینطور افتاده. او شورای صحابه روان است که حال جانشین پیغمبر کی شوه. اینقدر مهم است که جسد پیغمبر در خاک دفن نمیشه، اولی موضوع گرفته میشه. خب پیغمبر یک مورد حدیث نداره که بگوید که خلیفه بعد از من فلان است. یک قرآن موضوع را بحث نمیکنه که امامت بحث کنه که امام فلانی میشه. من از تو سوال دارم، خب آیا این صحابه که مال جان همه‌اش قربانی کی کرده بود؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر امر میکرد که داتش نروید داتش میدرآمدن. آیا این وصیت پیغمبر قبول نمیکردن که خلافت یا خلیفه کی باشه؟ علی رضی الله عنه باشه، کسی که بچه کاکای پیغمبر است، کسی که داماد پیغمبر است. آیا صحابه به سر و چشمی را قبول میکرد یا نمیکرد؟ بالکل میکرد. چرا تفرقه را در امت پیدا میکنین؟ اختلاف از کجا شروع شد و چرا پیدا کرد؟ برو دولاده و نواسا و کواسای علی، برو علی رضی الله عنه محصور، لیکن بیا در اولاد حسن و حسین رضی الله عنهم اینقدر اولادشان که به نام عمر و عثمان و چیسته بگه ابوبکر نام نهاده شده، دخترایشان حفصه و عایشه نام داره و بغض داشتن قطعی خلفا. حالی پس آنها خیلی چیز نبود. باز حسن رضی الله عنه خلیفه شد، چرا او محکم نگرفت که بس دیگه مبارزه را شروع میکرد و گفت خون مسلمانان نریزه، بس صلح کرد قطعی معاویه رضی الله عنه. ببینه و خود تسلیم میشه به صلح. خیر اورم مداهن میگی، اورم بزدل میگی، اورم جبون میگی، نعوذ بالله. باز امی مدت اسلام خیر چه قدر است؟ مدت اسلام
عمر پیغمبر علیه السلام مکمل در مبارزه و جنگ و جهاد تیر شده. خیر اسلام کدام ترقی و پیشرفت دیده؟ ها؟ دیگه کل حکمت ها غاصب، کل نظامان فاسد تا که مهدی برایه. یعنی کل عمر دنیا فقط 40 سال مهدی اسلامیت است. دیگه کل عمر دنیا چی است؟ ظلم و بربریت و پاچاهیزم و ایگا پاسته. یه عقل قبول داره؟ چرا؟ نکو صحابه کرام آنقدر محبت با یکی دیگه داشت. علی رضی الله عنه ابوبکر رضی الله عنه را اوطور ارزش و مقام میداد که پرسان نکن. ابوبکر رضی الله عنه یک شخصیتی بود که هر کس برش همونطور احترام قائل بود. چرا اوطور میکنی؟ این اختلافات است. تقیه را یا جز دین خود میدانه و در هر جای لازم میدانه. علتش چیست؟ علتش چیست که اونجا خلافتی علی رضی الله عنه باطل نشوه. بگویه که علی رضی الله عنه چی کرده؟ تقیه کرده. حالا کی تقیه بطری و دائم نیست. این تقیه در حقیقت خود نگاه کردن در موقع چیست؟ خطر جان و اولاد. او هم در مرتبه رخصت است یا عزیمت؟ در مرتبه رخصت است، عزیمت هم نیست. یک تهدید خویی بود الله کرد که کسی که با کفار موالات میکنه از طرف الله در هیچ اعتبار قرار نداره، هیچ حیثیت قرار نداره. یک. دوم و یحذرکم الله نفسه، میترسانه شما را الله تبارک و تعالی نفسه از عذاب ذات خود که عذاب الله خیلی قوی است، دائمی است. از او خاطر الله تبارک و تعالی شما را میترسانه که نکنید دوستی با کفار که سبب عذاب الله تبارک و تعالی میگرده. و الی الله المصیر، فکر نکنید که دنیا کشوفش همیشه همینطور است. مردم ها بگوید که والا اینمی کشوف است، همی دفتر و دیوان است، همی چیسته لشکر و توبالا است. نه، یادتان باشه اگرچه چند روزی دنیایت خیلی کشوفش داری، و الی الله المصیر، خاص به سوی الله بازگشت است. تنها میری. اگه وزیر دفاع استی، اگه پاچا استی، اگه خارج استی، اگه پلان استی، اگه وکیل پارلمان، سفیر استی، حالی در روزگار دنیا خو خیلی زیاد تو بالا کشوفش داری، لیکن خاص به سوی الله تبارک و تعالی بازگشت است. الله از پیشت سوال میکنه مؤمن بودی؟ بله. ایمان تقاضای چی را میکرد؟ ایمان تقاضای زیرا میکرد که رابطه محکم با الله داشته باشم، آن چیزی را که الله امر کرده انجام بدم، که من نکرده اجتناب بکنم. الله از پیشت بگه که من خو من نکرده بودم موالات با کفاره، او تو کل عمر در خدمت کافر تیر شدی. قل بگه پیغمبر علیه السلام این دیگه تهدید است. بعضی مردم ها اگرچه دیگه مسلمان از پیشش خبر نداره، در خواد است، خواد در ریاستی خواد است، هیچ کس خبر نداره. این ریش تسبیح خودش ختم میده، ملایی میکنه، اما کارهای دیگه میکنه. در کدام طرف؟ الله تبارک و تعالی میگه بله این کارا خو میشه. بسیار مردم ها را در زندان ها روان کردی توسط جاسوسیت. قل بگوی پیغمبر علیه السلام این تخفو، اگر شما پنهان میکنیم ما او عقیده، اراده، راز، مفکوریتان فی صدورکم که در سینه هایتان است. یعنی الله تبارک و تعالی میفرماید کدام نیرنگا، حیله ها، تزویرایی که شما داره برای از که مردم فریب بدی، خدا نمود ملا میکنی لیکن جاسوسی، بگوی کافر هستی. اگر این کار میکنی او تبدوه، یا شما اشکارا میکنی در عام حالات، شما در عام حالات هم خودم نمایان میکنی که من همینطور هستم. یعلمه الله، الله میدانه، که میدانه جزا میده. اینطور نمیمانه. تو چطور مسلمان پیدا شدی در خدمت کافر پرورش یافتی؟ و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، بله الله میدانه آن چیزی که در آسمان هاست و در زمین است. قدرت ها را هم میدانه، حرکت ها را هم میدانه، دستیسه ها را هم میدانه، دفتر ها را هم میدانه، کلش الله تبارک و تعالی میدانه. از احاطه علم الله بیرون نیست. والله علی کل شیء قدیر. اگر تو میگی ما به خاطر قطع ازوا رفت آمد کردم که اون مردم ها بسیار زور است، اما بدون ازوا زندگیم در خطر بود، دروغ نگو. اگر تو تسلیم به دین الله شوی، الله سری کل چیزا قدرت داره. تو با کافر هماهنگ نشو. کافر یک روزم قطع مسلمان جنگ نمیتونه، با می نیروی خود، با می اسلحه خود جنگ نمیتونه با مسلمان. تجربه شدگیست. تاریخ 1400 سال این تجربه را داده. از همون خاطر یک کافر در یک مملکت وقتی حمله میکنه که 100 سال سرمایه گذاری کرده باشه در او مملکت، افرادی را برای خود چی کرده باشه؟ تربیه کرده باشه. شوروی زمان حمله نظامی کرد،
که در افغانستان به هزاران جوانه به مفکوره کمونیستی چی کرده بود؟ عیار کرده بود. بعد از او باز حرکت کرد. او طور حرکت نمیکنه. چرا؟ میدانه حرکت ما یک اختشاش شو باز شما میبینی که چه حالت میخیزه. کجا؟ در مقابل دیوار ایمان استادگی کردن. هیچ اسلحه در مقابل ایمان کارگر نیست. این نیست. والله علی کل شیء قدیر. یوم تجد کل نفس، اترام فکر نکو بسیار سخت است که کالای سفید پوشیده چپن هم در جانیت است، لیکن اونجا در میدان حشر در پیش روی کل مسلمانا جاسوسی کفار معرفی شوی، خدمتگار و چاپلیسی یهود و نصارا معرفی شوی. سخت گپ است، بسیار سخت گپ است. دنیا خود تیر شده نیست یقینا، یا به خوب یا به بد، یا به ای که عیشت خیلی برابر است یا است که خیلی فقیر استی. ولی در اونجا در میدان حشر در این قدر عالم نمایان میشه که آدم چی بود؟ بگه با نام مسلمان خود در حقیقت جاسوسی کافر، خدمتگار کافر. قرآن حبیبی که الله برای چی میگه؟ یوم تجد کل نفس، در روزی که میابه کل نفس، هر نفس، ما امو چیزی را عملت که عمل کرده، من خیر نزد نیکی، هر کاری که موافق قرآن و حدیث است انجام داده، الله در پیش روی تان میاره. مفسرین سه نظر دارد. یک نظر است عین یمی عمل پیش میشه برات، دوم نظر است که نتیجه عمل برات پیش میشه، سوم نظر است که دفتری عملت برات پیش میشه. قول راجح تر و موافق ظاهر قرآن است که همو عمل میاره. روزه در پیش رویت میاد، قطعی کسی کمک کرده، صدقه کرده در پیش رویت میاد، جهاد کرده، شمشیر بالا کرده، همو رقم غازی و مجاهد در میدان حشر میاد. همونطور عزتمند عبادت الله را کرده، نماز خوانده، کلش برای خدمت دین. اونجا پیش میاد الله میگه محضرن حاضر کرده شده کدام عملی نیکی خاص به خاطر رضای الله، امرای هر کسی که کرده او عملی در پیش رویت پیش میشه، برات نمایان میشه. مثل که حالی اعمال یک انسان کامره کلا کس برداری کرده باشه، در روز محاسبه برای خودت نشان داده رایسته اینی روز اینی کار کردی. سعی که اونجا قرار یک ساعت نشستی در فابریکه، تو خبر نبودی لیکن کامره بگوی فیلم برداری کرده. موترا در ممالک خارجی به مجردی که صنعتش از همون معیارش بالا میشه عکس فیلم برداری میشه، استاد میکنه ترافیک در کامره برش نشان میده. سعی که چند است اینمی قسم. اونجا بسیار سخت حالت است که آدم نعوذ بالله به خاطر دلار در دستت باشه، به خاطر نعوذ بالله دخترت بی حیا در پیش رویت بیا که قطعی کافر بازی میکنه. ای چقدر سخت است او مومن. خوب بدان نکو که از گشنگی بموری. بان کمی گشنگی، مرگ گشنگی با غیرت بهتر است از او چیست؟ مرگی که بیخی در بین دلار بموری، خو لیکن به عزت باشی، بی آبرو باشی. قرآن برات میگه که این پیش شده نیست، دادم رویت میاد. و ما عملت من سوء، آن چیزی را که عمل انجام داده است بدی او هم حاضر کرده میشه، لیکن عمل بد آنقدر انسان در اونجا شرمنده و خجالت است. چرا؟ تود دوست داره همین نفس که عملی بد انجام داده، لو ان بینها و بینه، اگر می بود در بین همین عملی بد، در بین همین نفس و بینه، در بین عملی بد، امدن بعیدا، مسافه خیلی دور که یکی با دیگر رو برو نمیشود، یکی دیگر رو نمیدید، همین قسم مسافه می بود. چرا؟ اینجا اگر در پیش دو نفر ما و شما یک جنایت ما افشا میشه چقدر شرمنده میشیم. اونجا میدان حشر است، مخلوقات کل دنیا در اونجا استاد است، انبیاء علیهم السلام و مسلمان ها کلگی، ملائک استاد است. اونجا که عملی تو پیش میشه چطور؟ چقدر جای خجالت است. از او خاطری آرزو را داره. تود دوست داره لو ان بینا، اگر می بود در بین می نفس و بین او در بین عملی بدش، امدن بعیدا، مسافی خیلی دور. باز الله تبارک و تعالی باز میگه و یحذرکم الله نفسه، با خبر الله شما را بیم میده، میترسانه شما را، نفسه از عذاب ذات خود، که ای بنده من نکو برای متاع چند روزی دنیا غلامی کفار نکو. خلاص
تو را ما آزاد پیدا کردیم، تو را عزتمند پیدا کردیم، تو خود ذلیل در پیش پای کافر نساز، عزت و آبرویت نریزه. مرد افغان وقتی در پیش روی تو دختر افغان بیاب میشه، توهین و تحقیر میشه، کدام وجدان تو را اجازه میده که در دفتر کار بکنی؟ کدام غیرت است تو را اجازه میده؟ الله از عذاب خود تو را میترسانه. نکو، الله تو را آزاد پیدا کرده، کلمه آزادی را خواندی، لا اله الا الله. حاکمیت از کیست؟ معبود کیست؟ مالک و متصرف کیست؟ چرا مخلوق عاجز به خاطر چند روز زندگی درفتی توهین کرده، تحقیر کرده، خودم اسلامم مسلمانم؟ چرا؟ والله رؤوف بالعباد. الله خیلی مهربان است بالای بندگانش. یا ایست که خطاب عام است به مؤمنا و کفار کلش. الله خیلی مهربان است بالای بندگان خود. چرا؟ الله مهربان بالای بندگانش است که میبینه که اینی عمل انجام داده خیلی عمل زشته که دوستی با کفار است، لیکن الله تبارک و تعالی می دستی را نمایان در پیش مردم نمیکنه که آدم رفته دونمو چیسته مرکز و اینی اهانت اسلام کرده، بیعزتی اسلام کرده، الله نمایان نمیکنه. بازم موقع برات داده، کافرم الله همین موقع را داده که هر قدر دسیسه ها جور میکنه زود عذاب نمیده. والله رؤوف، الله مهربان است بالعباد بالای بندگان خود. یا مراد از عباد تنها مؤمناست. اینجا مهربانی الله بالای مؤمنا چیست؟ عملی خیلی کم انجام میدیم در وقت کم، اما اجر و پاداش خیلی زیاد. اجر و پاداش صاحب بقا را الله بر ما میده. قل بگوی پیغمبر علیه السلام ان کنتم تحبون الله، اگر شما دعوا داری که ما محبت با امرای الله تبارک و تعالی داریم، محبت با الله، محبت با دین الله است، با نظام الله است، با سر و چشم تسلیم شدن به نظام الله است، از ته دل میپذیری که الحمدلله نماز بود، الحمدلله روزه بود، خوش میشی، طبیعتی را میطور برجسته میشه، دوستی الله امیر تقاضا میکنه. تشریح میکنیم. بگوی اگر شما هستی که دعوا داری محبت الله را، دوست داری الله را، رای دوستی الله تبارک و تعالی بدون یک را هیچ امکان دیگه نداره. فتبعونی، تابعداری مرا بکنی، در نقش و قدم ما قدم بگذاری، در رایی که ما روان شدیم شما روان شوی. یحببکم الله، و شما را دوست داره الله تبارک و تعالی، دوستی میکنم رایتان الله. و یغفر لکم، بخشش میکنه گناه ها را، ذنوبکم گناه شما را. او الله غفور رحیم، یقین الله زیاد مهربان است که گناه را بخشش میکنه، رحیم رحم میکنه، آینده حالتم درست میسازه به شرطی که تو خودت درست بسازی. این آیت میفهمی؟ محک است آن چیزی که مثل که صرافی خود پیسه را کی چی میکنه؟ بگوی قلابی و غیر قلابی را معلوم میکنه، ماشینک داره بپرته پرست او طرف میندازشه، قلابی یک طرف میشه دیگهش دیگه طرف، خود به خود معلوم میکنه. اینی آیت هم محک است، مثل اونمو ماشین واری است. مؤمن مخلصه و مؤمن کی؟ بگوی زبانی را لسانی را با هم چی میکنه؟ بالکل جدا میکنه، یک طرف میشه. دعوای ایمان محبت با الله را بسیار مردم میزنه، دعوای محبت با الله را این قدر مردم میزنه، این دو هم دعوای محبت با الله را میزنه. برید شما قدر محکم است یک عنعنگه کی خود شواممو چی پیچ دستاری خود باز نمیکنه، بوی میده، نعوذ بالله. شما نشستید پولیس یعنی که چه قدر بوی میده، مویی که این از تولد برآمد امو را مسونه میکنه که چه قدر چیسته. چرا؟ مسلکشان است، مذهبشان است، پخته هستن سر این موضوع. امو چیزی که برشان گفته شده او را قطعا عمل میکنن. خب دعوای محبت الله را نصارا میکنن، یهودان میکنن، بودیزم بودا این آدمی خیلی خوب، آدمی نیک بوده، و هم دعوای محبت الله را داره. در جهانی طور کسی پیدا نیسته که الله را دعوای دوستی نکنه. میگه ما دوست داریم، البته الله را شناخته و نه کسی بتم چی کرده به نام الله نعوذ بالله گمان داره، کسی چیناره، کسی قبره، کسی چیسته گوه، کسی ستاره را، کسی مهتابه، یا را به نام الله میدونه و خطش محبت میکنه. خب محبت الله حقیقی، معبود حقیقی ای را داره یا نه؟ توسط چی حاصل میشه؟ قرآن منحصر ساخت در یک راه وجود داره برای محبت الله. اگر کسی دعوای محبت الله را داره بدون از اینکه به نقش قدم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم روان شوه، دیگر راه قطعا وجود نداره.
قطعا وجود نداره. و همین معنای محمد رسول الله است که ما احکام الله را اطاعت میکنیم. خب به نقشه کی؟ برای کی؟ محمد رسول الله. غیر از رای ازی دیگر راه وجود نداره، قطعا وجود نداره. اگر کسی راه را بکشه در مقابل رای پیغمبر، او راه قابل قبول نیست. من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. محبت با الله ایمان است. محبت با الله حاصل نمیشه بدون تابعداری کی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس پیغمبر، مکمل تابعداری پیغمبر ذریعه و سبب برای محبت کیست؟ حصول محبت الله توسط مکمل تابعداری پیغمبر است. مکمل تابعداری پیغمبر هم در فعل می هم در ترک می هم. جایی که یک عمل پیغمبر کرده بکو که نکرده، آزان ثواب داره. کاری خوب است یا نه؟ کاری بد است. اقامت کاری خوب است یا کاری بد است؟ خب لیکن در عید شما آزان اقامت داره؟ چرا نداره؟ کاری خوب است و برادر. در اونجا که مردم خیلی از جای دور می جمع میشه، باید تو آزان پایبند کردگه بگویی که زمزمه کن. همیطور چطور؟ نفل کاری خوب است یا بد؟ نماز کاری خوب است یا بد؟ شما که هر مرتبه در مسجد داخل میشی 2 رکعت نماز به نام چی میخونی؟ تحیت کاری خوب است. ولو که وقتی کراهت هم باشه تو خونده میتونی، چرا که نفل سببی است. اما شما که در عیدگاه میتونی نفل خونده؟ چرا ممنوع است؟ محمد رسول الله نخونده. آلی تو باید امیطور مکمل پابند طریقی پیغمبر علیه السلام شوی. پیغمبر علیه السلام در نماز عید از یک راه رفت، از راه دیگه آمده. در وقت رفتن تکبیری تشریق گفته. در عید فطر هم است، خب در عید قربان هم است. در عید فطر بعد از غروب آفتاب همین شب عید شروع میشه تا که در عیدگاه آمده. چیسته؟ تا که امام شروع نکرده تا او وقت توی تکبیرها را گفته رویسته. شما خوب زنده کنی مثال در مسجد هم که می رفته، ولی این قدر اعتراضات سرتان شد که سیکو و بیاره این ای گپ دیگر را کشید. فهمیده؟ خب شما بگویی که ما واجبی را زنده کردیم که سالا چی بود؟ مرده بود. بالکل کس خبر نداشت. مردم آگاه شوه. دعوت دین بینمی میشه که یک عمل پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما به قیمت جان خود خونی خود زنده کنیم. و این مردم همینطور است. حتما شاگرده از پاکستان آمده بود، خب تکبیرای تشریق در عید قربان که وقت شروع کرده بود، یک کسی که خود نیمه مولا میگو گرفت به مردم گفته بود وی 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 یارم تبا کرده ای. گفت چرا؟ گفت سیکو ای چی گفته رایسته. باز یک آدم یامی برش گفته به این مولا صاحب که مولا صاحبی را خود میگن که واجب است. هی تکبیرای واجب است. نه ای گپای وابی است. باز آمی آمده بود پیش همی شاگردای من که شما را اینطور میگه. باز نماز کی خوانده یک شاگرد گفت مولا صاحب خسته نمیتونی تو بشی. کنز کتاب فقه حنفی است یا نه؟ نور لیزا کتاب فقه چی است؟ حنفی. ای را برش تا کرده بود، کنز تا کرده بود، اداره را تا کرده بود. گفت بخونی عبارت که میخوان که اختلاف است. امام صاحب میگه از چی؟ از صبح فجر روز عرفه شروع میشه تا بگه نماز دیگری روز عیده. اویام فقط تنها کی بخوانه؟ مردا، زنام نباشه. مقیم بخوانه، مسافرام نباشه. با جماعت خوانده شوه، منفردام نخوانه. لیکن شاگردایش چی میگه؟ مثل قول جمهور علمای دیگه واره. از صبح عرفه شروع میشه تا 23ام نماز که 4م روز عید میشه تا نماز دیگره. او هر کس گفته میتونه نماز منفرد باشه یا با جماعت، مسافر باشه یا مقیم، زن باشه یا مرد. تا حالی رم زنای ما گفته بجز از او کسایی که ما برش گفتیم انشاءالله، دیگه نگفته. در این وطن دینی نیطور گم است. خو یک نفر نمیخیز از همی جاغی مولا نمیگیره که مولا صاحب ایده کتاب خود امام بودم، تو چرا ما برای ما بیان نمیکردی؟ ما سالا این واجبات ترک کردیم. فقط زوریتان سر ما میرسه که تاپه زده بری او تلفن السلام علیکم مولوی صاحب امی مذهب چطور است؟ خود چطور است؟ تو در کدام مذهب هستی؟ این جر و بحث در تلفن قطمه شروع میکنه. جنابی محترم تو یک دفعه نزدیک بیا باز قطمه بحث بکنه، در تلفن بحث نمیشه. ما قدر وقت ندارم قطو در تلفن. باز در آخرم قار میکنه، یک دو دشنام هم میزنه، باز بس میکنه.
خو جناب تو تعالی را ملایت از جاغیش نگرفتی که امری که واجب بود را ترک کرده او برات نگفته. باز بعد از او ملا صاحب دیگه بسیار عرق کرده بود، خیلی زیاد عرق. والا ما یک وقت که کتابا را خوانده بودیم فراموش کردیم. دینم فراموش میشه؟ کسی که محبت با دین داشته باشه او فراموش میشه؟ نمیشه. که عمل سرش بکنه بله، در طاق که بمانی عمل نشوه فراموش میشه. شما در یک مسجد به طور نمونه این گپم پیش گفتم برید مساجد، اگر صدای تکبیر تشریق شنیدی ما دست خود قطع میکنم دمی کل مساجد با جز از اون مساجدی که بگوی تعلق با ما و شما داره. اگر دیدی این دین الله است، این تکبیر گفته میشه، البته الفاظش هم است، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر والله الحمد لله حمدا كثيرا. ایام سیسته طیبا مبارکا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله تنها ایام سیسته دیگه است. الحمد لله كثيرا و سبحان الله بکرته و اصیلا ایام است. تعیین الفاظ نیست، خو کلش خوانده میشه تا وقتی که در اونجا او خیلی با زمزمه با آواز بلند طریقی پیغمبر علیه السلام است. میشه یک در نماز عید که ما براتان بیان کنم که چقدر سنتا مکمل مرده است کس چی نمیکنه. نماز در مسجد خواندن بدون عذر از نماز بدون عذر باران گپا قطعا بدعت است، مکروه تحریمی است. فقه حنفی هم نوشته کرده، فتاوای حنفی هم نوشته کرده. لیکن مولا صاحب به خاطر ازی که دوی روز عید بر ازی پیسه جمع میکنه بیرون در عیدگاه میبره، در عیدگاه نمیره که برن در دشت نماز بخونه، قطعا نمیخونه. خطبه بعد از نماز عید است. بعد از چی است؟ یا پیش از او در سر منبر نشسته تقریر را میکنه یا نمیکنه؟ خلاف پیغمبر است یا نه؟ در حدیث میاد که اول چیزی که پیغمبر شروع میکرد در عیدگاه نماز بود. چی بود؟ خب چرا تو مخالفت میکنی؟ برو تکبیرات گفته میشد تو میکنی، از یک را میرفت از دیگر را میآمد میکنی. زنا حاضر میشد، حتی زنایی که در مریضی بود پیغمبر علیه السلام میگفت که امی زنا هم حاضر شود در یک گوشه بشینه، خود دعای مسلمان ها چی شود؟ شریک شود. تا اندازه که زنا برای پیغمبر گفت که یا رسول الله ما جلباب نداریم، چادری کلان نداریم، مثل که حال حجاب برش میگیم که بریم در اونجا. گفت یکی از دیگه تان بچی عاریت بگیری بروی. استه امروز اگر زنی کسی برآمد عیب است. سر ما در سال اول که در کمپانی نماز میخواندیم یک زمزمه و سر و صدا بود هر طرف، یا زنا در چی نماز خواندن. باز کم کم بیچاره باز پسان هوشیار میشه، تا حالی را خود حدیث نمیخونه. خب باز وقتی که واقعه شوه پس از او باز در حدیث مراجعه میکنه در کتاب خود که در کتاب خودشان است، باز میگه گپ نزنی که خودی ما ملامت میشیم. اینی مردم است. ما که این گپا را زیاد میگیم به این خاطر که مردم ما بیدار شود. دین چی را میگه؟ دین کدام است؟ بعد از او در نماز عید چه قسم ما چرا نمیکنیم نماز نمیخونیم، چرا تکبیر نمیگیم، چرا اذان نمیدیم؟ پیغمبر نکرده. اینی را میگه تابعداری پیغمبر. پس دعا بعد از سنت و بعد از فرض کرده؟ 43 جمعی و 40 سال پورگی را کرده؟ بیرقا را سری قبرا برداشته، رخت پوش کرده شه، گنبزا برش جور کرده، بیرقا را سرش زده؟ پیغمبر کرده؟ بگوی شما بگوی که ما تابعداری پیغمبر هستیم. قرآن آل دیگه اینمی طور قلم چلیپا را سری و مردم کش میکنه که دعوای محبت الله را داره. بسیار مردم است. و کدام مردم است که دعوای محبت داره؟ مشرکین هم دعوای محبت الله را داشتن، خو لیکن میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. عبادت بتا را نمیکنیم مگر به خاطر ازی میکنیم که ما را نزدیک بسازه به سوی کی؟ بگوی الله. محبت الله را داشتن. الله سرشان رد کرد که نه، ذریعه محبت الله طواف کردن از بتان است، ذبح کردن به نام بتان است، بتا را تعظیم کردن نیست. ذریعه محبت الله فقط تابعداری پیغمبر است. اگر شما هر کاری دیگه بکنه خاص پیغمبر منکر شوه، دعوای محبتتان درست است؟ غلط است. رد میشه بالای منکرین حدیث. کسایی که تنها اطاعت قرآن سری خود ضروری میدانه، در حدیث هم میاد پیغمبر علیه السلام میگه زود است که در امت ما کسایی پیدا شود که بگوین تنها قرآن تابعداری کنه، حدیث مدیث به درد نمیخوره. حال یک طایفه فعلا هم در پاکستان است به نام جماعت القرآن یاد میکنه شه. فقط میگه ما یک قرآن قبول داریم حدیث او حالا که پیغمبر میگه که برای ما به مثل قرآن داده شده، بلکه بگوی از او کدام زیاد. پس کسی که تنها قرآن پیروی میکنه حدیث نمیکنه، نیم دین پیروی میکنه، نیم دین پیروی نمیتونه.
از دو خاطر ما میگیم که قرآن پیروی میکنه، الله براتون میگه، قرآن میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بدون تابعداری پیغمبر محبت الله حاصل میشه؟ خب تابعداری پیغمبر خود تابعداری حدیث پیغمبر است. چطور تو قرآن قبول داری حدیث قبول نداری؟ رد بالای از وام شد، رد میشه بالای دعوای امی صوفیا و پیرا که دعوا میکنن و میگه ما به الله میرسیم، خب لیکن به شریعت نه، به طریقت. ما به الله میرسیم خب به شریعت نه، به چی؟ شریعت جداست، طریقت جداست. است یا نه؟ همین دعوا را داره یا نداره مردم؟ خب قرآن اعلان میکنه بر سری بازار قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگر شما محبت با الله داره و خودم رسانه به الله، فاتبعونی، بدون تابعداری پیغمبر رسیده میشه. او تابعداری پیغمبر شریعت است، چرا که احادیث است. چی است؟ احادیث در زندگی خود عملی کردن است. پس آلی این مردم دعوایشان غلط است یا درست است؟ طریقت و شریعت جداست یا یکی است؟ یکی است. عمل به شریعت طریقت میگه. تو خو یک در او دعوا داری، خودشون دعوا داره یا نداره که طریقت جداست شریعت؟ میگه بسیار چیزا در شریعت نارواست، خود طریقت رواست. خبر داری؟ ها؟ قطع زن نامحرم، دست دادن، بوسه کردن، بغل کشی کردن به پیر صاحب جایز است، خود شریعت نارواست، در طریقت خو رواست. نور تیر میکنه. میگه چطور کنیم؟ نه تنها به پیر صاحب بلکه به تابعین و مریدای همی پیر صاحب، زن و مردشان مختلط زندگی میکنه، یکی به دیگه دست میده، بالکل سطر متر از بین میره. چرا؟ میگه برادرها جور شده. چی جور شده؟ برادرها. خلاص بگوی دیگه. امروز همو حالت است. دی وطنی تو نمیگه پاسته. خبر داری نه؟ ای کاش هموایی که زمزمه میکنه او خب مساجد کلان کابل در دستشان است، یک روز از دهنشان برای اصلاح امی مردم مظلوم امی گپا گفته یا میگه؟ خب مردم دستایشان بوسه میکنه، چپنش تبرک دست میزنه، تسبیح خدا در چپنی مولوی صاحب میزنه. چی تبرک داره ای؟ چی مبارزه کرده؟ بگو برام چی کرده؟ مردم دیگه مبتلا کرده در بدعت و گمراهی، نعوذ بالله. خلاص خب بله، به این مردم، به این وطن هر قدر که بدعت خوب رشد دادی، هر قدر که کارهای شرک رشد دادی، دیگه اول نمبر باز دیگه آرام بیشی زندگی بکو دیگه قابل قدر استی. قرآن رد سریزیان میکنه، دعوای مبتدعین الله رد میکنه. کسایی که بدعت ها را ایجاد کرده میلاد میکنم. چرا؟ محبت با الله دارم، محبت با پیغمبر دارم. پیغمبر کده؟ ترغیب داده؟ چی رقم کرده؟ آنقدر بدعت ها آل رواج شده که پرسان نکو. دعاها بعد از نمازها میشه، بدعت است. اذکار حلقه جور میشه، هیاهوی شروع میشه، این بدعت است یا نیست؟ در کدام جای ثابت است؟ چی رقم میشه؟ تخصیصات در روزها کردن برای صدقات، برای عبادت ها که شریعت نکرده باشه، کلش چی است؟ بدعت است. الله خط بطلان سر کل طایفه ها کشید، محک شدی. کسی که ده نقش و قدم پیغمبر قدم میگذاره، اونوا دعوای محبت کی را بکنه؟ اما اینمی دعوای ماست. اینمی چی هست بگوی؟ ما در نقش و قدم پیغمبر روان هستیم. در جایی که گپی امام ابو حنیفه یا احمد و شافعی و احمد چی مالک رحمت الله علیهم در مقابل نقش و قدم پیغمبر قرار میگیره، چی میکنیم؟ قبول نداریم، همون طرف روان هستیم. اینی دین است، اینی چیزی است که قرآن ما را امر کرده. پشت سر هم میگه اطیعوا الله و الرسول، دیگه چیزا برای ما نمیگه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام ان کنتم تحبون الله، اگر شما محبت به امر الله داری، اگر شما محبت به الله تبارک و تعالی داری، 4 قسم محبت به الله میشه. محبت به امر الله یعنی در برابر الله قطعی کسی دیگری هم میتونه محبت کردن. تیر کردیم در سپاره دوم، و من الناس من یتخذ من دون الله چیست؟ اندادا یحبونهم که حب الله. قطعی ازوا محبت دارن مثل محبت الله واره. ای اساسی چیست؟ شرک. ای اساس چی هست؟ امو رقم که به الله محبت داری، به ای محبت داری، ای شرک است. یکی. دوم قسم محبت فی الله است.
محبت فی الله ایره میگه که یک شخص یا عمل تو دوستی میکنی به خاطر که تو دوستی الله بگردی، الله تو را دوست داشته باشه. تو قطعی کسی یا عملی را دوست داری که الله قطعی تو دوستی کنه، یعنی دوستی الله را دوستی با او آدم جور میکنی. چرا؟ به خاطر که حاصل شدن دوستی الله را توسط دوستی همی آدم و عمل میکنی. ایرم چی میگه؟ دوستی فی الله، یعنی برای الله، یعنی در نظام الله دوستی قطعی کسی میکنی. چرا میکنی؟ یا آدم خوب آدم است، عملش خوب عمل است، موافق قرآن و حدیث است، او دوستی به خاطر قطعی ازی میکنم که الله مرا چی کنه؟ دوست بگیره. ایرا میگه دوستی فی الله. فی الله دیگهش یکی دوستی لله است، برای الله دوستی کردن. یک آدم هیچ کدام رشته قطعی تو نداره، لیکن خدمت دین الله را میکنه، تو قطعی ازو چی میکنی؟ دوستی. چرا میکنی قطعش؟ لله، به خاطر رضای الله، چون این خدمت دین کی را میکنه؟ الله را میکنه. این را دوستی چیستم میگه؟ لله میگه. دیگه دوستی الله اج فی و لام و ای گپا نداشته باشه. محبت با الله، محبت با الله ترجیح دادن دوستی الله است بالای دوستی دیگه. ترجیح دادن دوستی الله بالای دوستی دیگه کدام است؟ قرآن کریم در جای بر ما تشریح میکنه. قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم او عشیرتکم تا مولا را چی باشه؟ احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. الله تو را مامور ساخت که جهاد بکن. الله امر کرد اگر تو محبت با الله داری، آل جهاد دوست داری، از کی کده؟ محبت زن کده، از محبت مال کده، از محبت کی کده؟ اولاد کرده. ترجیح دادن دوستی الله بالای دیگه دوستی. این بسیار میدان وسیع داره. تو اطاعت اونجا میگی که الله خو مرا گفته که فحاشی نکن، الله مرا گفته نماز قضا نکن، الله مرا گفته اسراف نکن، لیکن این طرف عنعنه قومی تو رست که در تو اسراف هم است، بی حیایی هم است، نمازم قضا میشه. کدام میشه ترجیح میدی؟ اینجا محبت الله و محبت قوم بالکل نمایان میشه. خلاص که تو ترجیح میدی محبت الله را، یعنی که محبت قوم ترجیح میدی. اینمی قسم تنظیم الله برات میگه که هر کسی که خدمت دین میکرد تو اکرامش بکن، لیکن امی آدم در تنظیمت نیسته، حالی با وصفه که خدمت دین میکنه خود تو اکرامش نمیکنی. چرا؟ محبت تنظیم اضافه شده از محبت کی کرده؟ الله کرده. این دیگه یک میدان وسیع است، در غم، در خوشحالی، در تمام حالات زندگی بالکل چیسته میاید، رخ به رخ میشه آدم. بس اکرام علما، علم حق، عزت کردن و معاونت و نصرت علم حق چی است؟ بگوی امر الله است. است یا نه؟ و کونوا مع الصادقین گفته، امرای صادقین باشه. اما برادری تو منازعه قطعی ملا کرد، ملا عقیده توحید بیان میکنه، برادری تو بگوی قبر پرست است، خیس در مقابلش، آلی تو در اینجا امتحان میشی که محبت الله زیاد است یا محبت چی؟ برادرت زیاد است. در پشت سر عالم استاد میشی یا در پشت سر کی؟ برادرت استاد میشی. یو نمو معیار و میدان است که صحابه کرام در این میدان کامیاب شدن، که یک طرف پیغمبر بود و یک طرف هم چی؟ پدر بود. و در به نصرت پیغمبر استاد شد، پدری خودم چی کردن؟ قتل کردن. اینی را محبت میگن. ان کنتم تحبون الله، اگر شما محبت با الله داری، محبت با الله یعنی با احکام الله، با نظام الله به سر و چشم میپذیره، اطاعتش میکنه. محبت الله عبارت از عمل کردن کلی فرامین الله است و اجتناب نمودن از آن چیزی که الله منع کرده، حرام ساخته. الله میگه که بگوی پیغمبر علیه السلام فتبعونی، تابعداری مرا بکنه. تابعداری پیروی کردن از پیغمبر علیه السلام، این را اتباع میگه. چرا اتباع میگه؟ به خاطر که پیروی از پیغمبر با دلیل است یا بی دلیل؟ با دلیل است. عالم که گپیش گرفتی از نگاه دلیل، او را به نام تقلید یاد نمیکنه. چی یاد میکنه؟ و اینمی اتباع در دین وجود داره. اگر 1000 عالم هم تو پیروی کردی به خاطر از اینکه مسئلهش استوار به چیست؟ به دلیل است، این بالکل جایز است. اینی را اگر اینمی را نامش تقلید ماندی، تو تقلید برش گفتی، باز چی میشه؟ جایز. تو برش تقلید گفتی، خب من چی میگم؟ اتباع میگم. تو تقلید برش میگی، این جایز شد. اما اگر اونجا دلیل وجود نداره و تو روان هستی، اونو را تقلیدی چی میگه؟ مذموم و نادرست میگه. این نیست.
فاتبعونی، تابعداری مرا بکنی، یحببکم الله، یکی دوستی بکنه همراهتان الله تبارک و تعالی دوست میداره الله شما را، و یغفر لکم ذنوبکم، بخشش میکنه برای شما گناههای شما را. تابعداری پیغمبر دو نتیجه را داشت. یک نتیجه است سبب محبت الله میشه، یعنی الله تو را دوست داره. دوم چی است؟ گناه ها محو میشه. از این معلوم شد که حالی تابعداری پیغمبر توسط چی میشه؟ ما این دعوا داریم که قطع الله محبت داریم. چی رقم محبت داریم؟ محبت خو وقتی تکمیل میشه که ما تابعداری پیغمبر را بکنیم. در چی چیز؟ در تعلیمات پیغمبر. زندگی پیغمبر مکمل قابل اتباع است که ما از پسش برویم. این کی حاصل میشه؟ که ما زندگی پیغمبر را بدانیم. پیغمبر چه رقم نماز خوانده، پیغمبر چه رقم دوستی و دشمنی کرده، پیغمبر چه رقم بازار رفته، پیغمبر چه رقم تشناب رفته، چه رقم وضو کرده، چه رقم جهاد کرده، چه رقم حج کرده، چه رقم زندگی با سیاست خود کرده، چه رقم زندگی با اقارب خود، چه رقم زندگی با همسایه خود. در عمر خود این حدیثا را میخوانیم؟ نه. از نماز نخوندیم دیگر را بگذار که معلومات داشته باشیم چرا این عمل انجام میدیم. من خود شما را گفتم که امی مردم سوال کنه که 4 انگشت شما مسافت در پای میمانه استاد میشه، چرا استاد میشه؟ عملی پیغمبر است یا قول امام ابو حنیفه؟ کدامش است که براتون جواب بگه؟ شما که دستار اینجا برده رویستیم توری کده رویسته، این عملی کیست؟ شما که نیت میو کزر د اخلاص نیت کدام ادم سازم میگه این عملی کیست؟ پرسان کنین که یک دفعه معلوم شوه که واقعا تابعداری پیغمبر میشه یا نمیشه، که ما بدانیم تابعداری پیغمبر. فرق در بین نماز زن و مرد یک موضوع است. ملاها در جای یک ورقه قطع شاگردای ما منازعه داره میده، 3-4 دانه آثار از مصنف عبدالرزاق ابن ابی شیبه برای من نوشته میکنه که اونجا گفته که زن باید تحتفظ خدا چی بکنه؟ جمع کنه، اینطوری بکنه. من میگم کلش آثار ضعیف است. در حدیث مرفوع پیغمبر برم سند بیار. نماز خواندن زن خو ما امری پرت و پنهان نیست. زنام در مسجد پیغمبر می آمد، مردا هم. پیغمبر وقتی که اعلان کرد صلوا کما رأیتمونی اصلی عام بود. چطور شده میتونه که در 9 زنی پیغمبر با یک زن نگفته که تو به مثل مردا واری نماز نخوانی، تو باید اینطور بکنی؟ در یک جای ثابت نیسته. خب ما پشتش نمیگردیم، ما دلایل عقلی را عقل پیش میکنیم. چرا؟ زن ولا سجده را خپک کنه، دستار انجا را در زمین بچسبانه، بگه رانا را قطی ساقای پای بچسبانه، ساقی پای قطی زمینک، همینطور بخشه. چرا؟ ستر است. چی هسته بگه؟ خو خیلی طور بگو که رکوب نکنه، ستر است دیگه. کلی نماز خود 6 تکایی بخونه، ایجا سجده هم نکنه، اشاره بکنه همینطور نشسته، یک چادر کلی شپر تا خود خواب بپیچانه آباد از او. و برادر زنا خود تمام روز در سرکا خود نماز نمیخونه که تو برش میگی ستر است. و خود خانه نماز میخونه. باز که بیرون باشه، گاهی اوقاتی که مثلا سفر است یک جای است، جلباب می داشته باشه یا نه، چادر می داشته باشه یا نه، بس دیگه چی میگی؟ خب او خو اونجا این در نماز میگی که زن ستر است. خو اینجا امی حنفی دختر و زنش چی کدام لباس پوشیده؟ که در پیش روی مردم تمام اعضایش همینطور یک برجسته میشه. حالی کدام طرف میشی؟ اونجا خود دعای ستر میکنی، اینجا دعای ستر نمیکنی. در نمازی طور میگی، در بیرون در خارج در بازار نمیگی. کدامش میگی؟ بله، تابعداری پیغمبر ضرور است. در نقش و قدم پیغمبر روان شدن است. و امین معنای جزئی دوم کلمه ماست که محمد رسول الله. پس ما اگر میخواهیم که به دین الله عمل بکنیم، به الله برسیم، الله ما را دوست داشته باشه و ما ادعای دوستی با الله را بکنیم، بدون تابعداری پیغمبر ممکن است؟ قطعا نیست. فرقه های باطل مکمل رد شد. مکمل. یک آدم ذکر میکنه، سند از پیش طلب که پیغمبر امیر رقم ذکر کرده یا نه، تلاوت میکنه، هر چیز میکنه، هر عبادت که میکنه. چرا؟ هر عملی که او سبب نزدیکی جنت برای ما میشود پیغمبر بیان کرده باشه یا نکرده باشه؟ اگر من اینو علی بکشیم یک چیز میگم کاری خوب است، دعاست، بیعت اجتماعی کاری خوب است. من میگم که یک کاری که مرا در جنت میرسونه پیغمبر نگذاشته. گذاشته؟ حدیث حوالهش بگیره. در سلسله صحیحه شیخ البانی رحمت الله علیه حدیث نمبر
2866 حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه است. در مشکات شریف هم است. لنبر حدیث در مشکات 5300 است. در سلسله صحیحه شیخ البانی رحمت الله علیه 2866 لنبرش است. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه از پیغمبر علیه السلام نقل میکنه که پیغمبر علیه السلام گفت ایها الناس، ای مردم، لیس من شیء، نیست یک چیزی یقربکم الی الجنه که شما را به جنت نزدیک بسازه و یباعدکم من النار و از آتش شما را دور بسازه الا قد امرتکم به، مگر ما شما را مامور کردیم به انجام از. پیغمبر میگه یک شی از اشیاء موجود نیست که شما را به جنت نزدیک و از جهنم چی کنه؟ دور بسازه، مگر شما را به او چی کردیم؟ مامور. یک ولیس شیء، نیست یک چیزی یقربکم من النار که شما را نزدیک به آتش بسازه و یباعدکم چی؟ من الجنه، دور بسازه شما را از جنت الا قد نهیتکم عنه، مگر شما را چی کردیم؟ از او منع کردیم. بعد از او چی میگه؟ و این الروح الامین، جبریل امین نفس فی الروعی، در نفسم دمید، انه انداخت الهام کرد که لیس من نفس تموت، نیست یک نفس که وفات بکنه حتی تستوفی رزقها، تا ای که پوره نکرده باشه چی خدا؟ رزق خدا. دیگه وقتی اینطور است فاتقوا الله، از الله بترسی، واجملوا فی الطلب، عزم بکنی، اسباب آماده کنی در طلب رزقتان، ولا یحملنکم، شما را باعث نسازه استبطاء رزق، با کندی آمدن رزق چی؟ ان تطلبوه بمعاصی الله، که شما طلب کنی امی رزق با معصیت، با آن جایی که نافرمانی کی میشه؟ الله میشه. فانه لا یدرک ما عند الله، چرا که آن چیزی که به نزد الله یافت نمیشه، در دست نمیاد، الا بطاعته، مگر به طاعت کی؟ این حدیث بسیار جامع حدیث است، بسیار گپا سوالای مغلق ما را حل میکنه. اول خو ما را گفت که در دین زیادت آمده نمیتونه. یک کار کسی خوب گفته که پیغمبر انجام نداده باشه، امر نکرده باشه، کار خوب گفته نمیتونیم. چرا؟ پیغمبر کلی کارهایی که ما را در جنت نزدیک میکنه از جهنم دور میکنه چی کرده؟ امر کرده. و کلی کارهایی که ما را از جنت دور و در جهنم نزدیک میکنه چی کرده؟ منع کرده. دیگه باقی نمانده. حالی که تو جناب میلاد میکشی، این بدعت است، این بدعت است. بعد از اون این حدیث برای ما چی میگه؟ همیشه امی بهانه است، مثل که آل شیطان در پیش ما، طلب رزق فرض است، روزی حاصل کردن فرض است. آلی ما چطور کنیم؟ در مؤسسه کار نکنیم، در دفتر کار نکنیم، در کمپاین کار نکنیم، در اونجا کار نکنیم، از کجا طلب کنیم؟ الله اکبر. پیغمبر علیه السلام میگه تا وقتی که رزق تکمیل نشد از جهان نمیری. الله امو رزقی که برات نوشته کرده برات چیز میرس. خو این رسیدنی طور نیست لطای سلطان محمود داره که قرار در کنج مسجد خو کنه او به دانی تا نواز کنی که اینجا الواره پرتو جویده نشانم تو بکو. او طوری نباشه. اسباب پشت اسباب بگردی. واجملوا فی الطلب. خب بله، اگر شما رزقتان دیر شد، زودی که در رزقتان نامد، آلی شما ندوی که نه، آلی دیگه چی بار خطا میشی، میری در مؤسسه قطعی خارجی ها کار میکنی که توهین میکنه تا. نه، میگه در کدام جایی که معصیت الله است، به معصیت الله رزق پیدا نکو. چرا؟ به خاطر که این رزق الله به طاعت حاصل میشه، نه به معصیت. چی یک درس عظیم است برای عصر حاضر ما. امروز که ما را وادار ساخته، ذلیل ساخته چی؟ زندگی مرفه، زندگی ادنا نمیکنیم، میگیم چی؟ کشوفش زیاد داشته باشیم، ده قسم طعام پخته شوه، محترم بسیار چند هزار باشه. از او خاطر حالی تو را مجبور کرده که برو برای کافر چی بکو؟ خدمت و غلامی بکو. اگر نه که تو اکتفا به رزق کم بکنی، ضرورتت برای او پیدا نمیشه. آزاد با عزت زندگی بکو، او ایج وقت معاون و کمک کننده کافرام جور نمیشه. این کلش برات حاصل میشه. این حدیثی گپا را برای ما یاد کرد. و اغفر لکم ذنوبکم، بخشش میکنه الله گناه شما را. تابعداری پیغمبر علیه السلام سبب محو شدن گناه های انسان است. والله غفور رحیم، الله مهربان ذات است، یقینا گناه را معاف میکنه، رحیم رحم کننده است. کسی که در راه پیغمبر قدم بگذاره بعد از الله هدایتم نصیبش میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسی که در راه ما روان میشه کوشش خدا خرج میکنه، ما هم راه های هدایت برشان چی میکنیم؟
آسان میکنیم. و ان الله لمع المحسنین، الله امرای کیست؟ محسن، که عقیده صحیح داشته باشه. خب بنقش کی؟ پیغمبر کار کنه. محسن امور میگه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام آلی همین تابیداری پیغمبر به چی حاصل میشه؟ اطیع الله، اطاعت الله را بکنه. اطاعت الله انجام دادن فرامین الله است و خدا نگاه کردن از او چیزایی که الله منع کرده است. و رسول، اطاعت پیغمبر را بکنه. اطاعت پیغمبر در عملی کردن تمام تعلیمات پیغمبر در کل زندگی انسان است. اینجا ما را مامور به میدو چیز کرده؟ اطاعت الله را بکنه و رسول، اطاعت کی را؟ پیغمبر. فین تولوا، اگر شما اعراض میکنه یا ای کافرها اعراض میکنه، فإن الله لا يحب الكافرین، اگر یا اعراض میکنه از قبول رسالت، پیروی تو را نمیکنه پیغمبر علیه السلام، فإن الله لا يحب الكافرین، یا کافر هستند. چرا؟ نه قبول کردن رسالت پیغمبر کفر است و کافر الله دوست نداره. هیچ نوع که دوست نداره یارا نصرت هم نمیکنه، عزت هم نمیده، بلکه در آخر انجام یا رسوا میشه، هم در دنیا هم در آخرت نعوذ بالله مبتلا به عذابی الله تبارک و تعالی میگرده. از او خاطر در اینجا الله امر کرد که اطیع الله و الرسول، اطاعت الله و اطاعت رسول. دو چیز داریم. آن چیزی که ما سرش عمل کرده میتونیم و او قطعا تغییر ناپذیر است، کمی و زیادت هم دیش نمیه. یکی کتاب الله است، یکی سنت صحیح و ثابت است کی؟ رسول الله. این دو چیز است. از او خاطر اطاعت الله و رسول ما مامور شدیم، از اطاعت دیگه کس مامور نشدیم. بله و اولی الامر منکم آمده. اولی الامر عبارت از حاکما و پاچه و علما است. خب حاکما و پاچه و علما مقید است. به قید چی؟ تا وقتی که امرشان موافقی کی باشه؟ قرآن. اگر نباشه باز اطاعت از او درست است، نه اطاعت پاچه و نه اطاعت کی؟ عالم. از هیچ کدامش نیست. فإن تولوا، اگر اعراض میکنه، فإن الله لا يحب الكافرين. ان الله اصطفى آدم و نوحا، بعد از ذکر اطاعت رسول، یعنی رسول من حیث پیغمبر اطاعت کنی، الله ندانشه، اشاره میکنه، رد میکنه بالای نصارا. امت پیغمبر علیه السلام پیغمبر از زیاد محبت داره قطش، خو لیکن محبت پیغمبر از محبت الله کده زیاد نیست، بلکه محبت الله حاصل میشه توسط تابعداری کی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پیغمبر ما بشر میدانیم، بنده میدانیم، خامرایش مرتبه رسالت برش ثابت میکنیم. نصارا نیستیم که عیسی علیه السلام الله بگویا و او را چی؟ بنده الله نگویا. اینی از این به بعد تقریبا خیلی آیاتا موضوع بحث واقعه و داستان مریم و پسرش عیسی علیه السلام است. منظور اینجا اصل مقصد رد بالای نصاراست. اول رد توسط ذکر بعض انبیاء علیهم السلام است که منتخب است به نزد الله تبارک و تعالی، که یا نسل به نسل اینی طور پیغمبر آمده. عیسی علیه السلام هم در نسل امی مردم است. پس انبیاء علیهم السلام پیغمبران می باشه، خب بچهای الله شمردن نمی باشه. چرا؟ به خاطری که او محتاج برای کیست؟ الله. ان الله اصطفى آدم، یقینا الله برگزیده آدم علیه السلام. آدم علیه السلام چی رقم برگزیده؟ برگزیده او را که او را پدر انسان ها جور بکنه، سکونت در جنت برش بده، نعمت های جنت برش حواله کنه، برای تسکین از او حوا را پیدا کرده و بعد از او که آمد در زمین الله نظام برای هدایتش روان کرده. بعد از او اینمی آدم علیه السلام چیست؟ احکام الله را عملی کرده. اول شخصی که احکام الله را در روی زمین عملی کرده، اینی امتیازات برای کی است؟ آدم علیه السلام است. و نوحا برگزید الله نوح علیه السلام. بعد از او دوم پدری انسان ها را. دوم پدر کیست؟ نوح علیه السلام. چرا ای را امتیاز داده؟ به خاطری که اولین پیغمبری که مقابل شرک کرده اینمی کیست؟ نوح علیه السلام است. 950 سال دعوت داده، برگزیده که قدر حوصله را الله برش نصیب کرده بود. در بین قوم شرک پیدا شده بودی، مقابلهش شروع کرد. و آل ابراهیم، اولاد ابراهیم خلیل الله را برگزیده با روان کردن انبیاء علیهم السلام در سلسله شان. چرا که بعد از ابراهیم کل انبیاء یا در سلسله اسحاق علیه السلام بود یا در سلسله اسماعیل علیه السلام. انبیاء بنی اسرائیل کلش مربوط اسحاق علیه السلام میشه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مربوط خاندان کی میشه؟ اسماعیل علیه السلام. و آل عمران و دیگه اولاد عمران. اینجا عمران عبارت از پدر مریم است یا پدر موسی علیه السلام است.
هر کدامش که باشه درست است. اولاد عمران که پدر موسی علیه السلام است، بعد از او دمی سلسله نسب مریم و عیسی علیه السلام هم آمده، یحیی و زکریا علیه السلام، این مردم ها کلش آمده. یا مراد از عمران پدر کیست؟ بگه مریم بیبی که بعد از او اولادشون عیسی علیه السلام و همچنان چی در خاندانشان زکریا علیه السلام گپا پیدا شده. علی العالمین، بالای مخلوقات ما برگزیدیم. الله اشاره میکنه که الله بعضی قوم و بعضی نسل ها را چی میکنه؟ برمیگزینه برای ادای رسالت که واره مقام و منزلت میده. الله اینا میاره مقام و منزلت داده بود و یا معبود نبودن بلکه خودشان عبادت کی را میکردن؟ دعوت میدادن. از او خاطر الله میگه ذریتا، یا یک نسل است، ذریه است، بعضها من بعضین، که بعضش از بعضی دیگه به وجود آمده. اینطور نیست که یا الله باشه بلکه در وجودی خود محتاج کیست؟ الله تبارک و تعالی است. پس این مردم هم معبود شده نمیتونه، بچه الله شده نمیتونه. والله سمیع علیم، الله شنونده است تمام اقوال متضاد یهود و نصارا را که در حق عیسی علیه السلام میگه. یهود میگه عیسی علیه السلام زناکار است، نصارا میگه الله است، نعوذ بالله. یکی شفرات دیگه چی میکنه؟ علیم، میدانه تمام کردارات، یک برنامه های از یاره که چه قسم دسیسه ها جور میکنه برای نشر و اشاعت امون نظریات باطل خود. اذ قالت امرأة عمران، این رد اجمالی بود بالای از که عیسی علیه السلام الله نیست. چرا؟ ای از نسل نمی پیغمبر است و کسی که از نسل باشه پیدا شده باشه او اله شده نمیتونه. آلی رد تفصیلی را شروع میکنه. رد تفصیلی وجهات مختلف داره. ای اول وجه است. اول وجه که چه قسم مادر مریم نظر کرده او چه قسم عیسی علیه السلام به دنیا آمده پشتی سر بر ما بیان میکنه. اذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران در آن وقتی که قابل یادآوری است، در آن وقتی که زن عمران حنه نام داشت، بنت فاقوزا یا ابن چیستا، بنت فاقوزا، حنه برش میگفت. عمران بچه چیستا؟ ماشان. این پدر مریم است، این پدر موسی علیه السلام نیست. چرا که در بین موسی علیه السلام عیسی علیه السلام یک روایت 600 روایت دیگه 1800 سال میگه که در بینشان بوده. این که در سوره مریم یا اخت هارون برش گفته، مراد از او هارون یا برادری چیستا اخیافیش یعنی مادر قطعی است، یا است که مراد شخصی صالح بود. از او خاطر مریم هم چون اعمال صالح داشت او را همشیری کی معرفی کرده بودن؟ هارون. ربی انی نظرت لک ما فی بطنی، در آن وقتی که گفت زن عمران ای پروردگاری ما، اینا دعا میکنه. دعا چی رو وسیله میکنه؟ ربی ای پروردگاری ما، ای مالک و متصرف ما، انی نظرت لک، ما خود نظر کردم برای تو به خاطر رضای تو ما آن چیزی که فی بطنی در شکم است، محررا آزاد کرده شده، فارغ از کارهای دنیا، از خدمتای ما. فتقبل منی، تو قبول کو از ما. اینا هر عمل نیک احتیاج به قبولیت داره. این عمل نیک است. فرزند خود برای خدمت بیت المقدس گذاشتن یک امر عادی نیست. لیکن بازم زن عمران چی میکنه؟ مادری مریم میگه یا الله تو قبول کو. پس از او خاطر خیلی امر مهم برای اعمال نیک ما چی است؟ قبولیت. که قبول شوه، که قبول نشوه محنت کشیدی و هیچ چیز دست نه آوردی. اینجا نظر میکنه. در آیت قبلی هم چیست؟ مسئله نظر تیر شد. نظرتم من نظرین. بعضی دوستا مرا گفتن که سری نظر گپ نزدی. سری نظر گرچه در ما احل به لغیر الله گپ زده بودیم در مورد نظر. خب اینجا مسئله شامت یک چیزی وضاحت براتان میدیم در مسئله نظر. خودی نظر جایز است. نظر چی را میگه؟ لازم کردن یک شی که سری تو لازم نباشه تو سری خود لازم کنی. این را به نام چی یاد میکنه؟ نظر. این نظر در اصل خود چی رقم است؟ خوب چیز است یا نه؟ نه، نظر در اصل خوب چیز نیست. چرا؟ در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام میگه که مال از بخیل میکشه. آدمی بخیل یک مال صدقه مطور نمیکنه، یک قید میمانه. اگر کامیاب شدی اول نمره اینی طور چیزا میکنه، اگر نشدی نمیکنی چی؟ نماز نمیخونی، روزه نمیگیری، باید نظر بکنی. از دو خاطر اصلش خوب نیست. چرا که نظر از بخیل میکشه. کسی که صدقه خیرات عبادت ها را میکنه بدون نظر بدون قید میکنه. خو لیکن اگر نظر کسی کرد آلی دیگه واجب است پوره کردنش تا وقتی که امون نظر به معصیت و گناه نباشه. اگر نظر به گناه و معصیت بود
بازو عملی نمیشه، بلکه بالکل انجام داده نمیشه. در عوضش کفاره چی داده میشه؟ قسم داده میشه. یک آدم نظر کرد که نعوذ بالله ما گوسفند سر قبر فلان زیارت میکشم، این نظر عملی نمیشه. چرا که معصیت است، گناه است. لیکن عوضش چی میکنه؟ بگه قسم کفارش میده. یا معصیت میکنه، نظر کرد که من فلانی را قتل بکنم، حالی قتل کنه فلانی را، نه، این قطعا درست نیست. خو یادتان باشه که نظر برای الله باشه، یعنی نام الله گرفته باشه. یک آدم میگه اینی پول که 2 لک افغانستان نظر باشه به نام الله اگر بچیم از مسافری بخیر آمد. یا همینطور گفت که سرم نظر باشه که من ایره در راه الله مصرف میکنم. نه، وقتی که گپ گفتی سری خود لازم کردی، آلی سری تو لازم شد که هم 1 لک افغانی را چی بکنی؟ نظر کنی. اگر نظر به نام غیر الله کردی، او موضوعش پیشتر شده بود که قطعا چی است؟ حرام است. آلی مردم که نظر میکنه بچهش در طرف مسافری میگه این نظری بچه‌م است، همینطور میگه نمیگه؟ خب در 10 عاشورا برادرای اهل تشیع چی میگه؟ این نظری حسین است، میگه نمیگه؟ او در خانه ها خواهرای ما یک نظرا را داره به نام نظری چی؟ بی. اینی نظرا کلش نظرای حرام است، خوردنش نادرست است. ولو که در وقت اگر مال نظر کرده بودی در وقت ذبح بسم الله هم الله اکبر هم سرش بگویی درست نمیشه. اینی مسئله نظر است. آلی نظر در اون چیزی که در ملکیت خود انسان نباشه او خود صحیح نیست. پیغمبر علیه السلام میفرماید که نظر نیست در آن چیزی که بگه بنی آدم مالکش نیست. اوی زن خود مالکی بچه خود نیست که میگه من نظر کردم. جواب یک جواب است که در او شریعت جایز بود، در شریعت ما بگه ناجایز است. چرا اولاد در ملکیت خود آدم نمی باشه؟ یک جواب. دوم جواب، اینجا مراد از نظر کردن مادر مریم خود مریم نیست، خدمت مریم است. کی است بگه؟ خدمت مریم. اولاد باید خدمت کی را بکنه؟ پدرو. لیکن او میگه خدمت ما را نکنه، خدمت کی را بکنه؟ بیت المقدس بکنه. اینی اولاد است. اینجا نظر خدمتش است نه ذاتش. از او خاطر هیچ سوال وارد نمیشه. آلی مادر مریم چرا این نظر میکنه؟ قرآن کریم در اینجا برای ما بیان میکنه که در خدمت دین الله تبارک و تعالی مثل که مردا سهیم است، زنا هم چی میباشه؟ سهیم میباشه. حتی مسائل خدمت مساجد هم همینطور باقی نمانده. میدان جهاد، صدقه کردن، غریب نوازش دادن، یتیم پرورش دادن، این گپا کلش است. بلکه در این میدانا زنا خیلی پیشتاز است. آلی یتیما را سرپرستیش حفاظتش زنا زیاد میکنه یا مردا؟ زنا خیلی زیاد میکنه. دلسوزی بالای فقیرا زنا زیاد داره یا مردا؟ قطعی همسایه خیلی همسایه داری زنا زیاد میکنه یا مردا؟ در امور دین، در خدمت دین زنا پیشتاز است. الحمدلله پیشتر موری صاحب که اعلان میکرد براتون گفت که در 2 سال برنامه تفسیری ما را آغاز یا ابتدایش کی میگذاره؟ 2 ماه پیش پولی خود روان میکنه برای دوره تفسیری بگه رمضان مبارک. چرا؟ به خاطری که در این میدان الحمدلله پیشتاز است. قرآن یک درسی که برای ما میده، اینی درس میده که زنای جامعه همینطور نباشه جامد، که از این چیز آگاه نباشه، در یک میدان دین دیده نشوه، هیچ کار نکنه، اینطور باید نباشه، بلکه در تمام عرصه های خدمت دین یا نمایان شوه. کافر خود تلاش داره که زن بالکل در بازار بکشه، حتی کلینر و موتروان هم جور شوه. صحیح است؟ از غالستان هم باید بکشه، کارگری شوه. آلی جور هم شده، موتروان ها خود پیدا شده، نه؟ کلینر هم قریب است که کلینر هم است؟ نه، در پاکستان میگه هست. خب دیگه منظور است که در میدانای دین ما پسمان نمانیم. مثل که همین قسم در دیگه میدانا، آلی ما در میدان ورزش زنای ما این در کجا میره؟ میدال هم میره، خاک در سری و میدال میدال از فرانسه براتان میره یا نه؟ اینه در میدان ورزش خو میره، آب بازی و هر نوع بازیش. صحیح است؟ کونوردیش هم میره. همونطور است؟ خیر ما خود در میدان دین هم همینطور داشته باشیم. ما در میدان تفسیر باید مفسر خواهرها داشته باشیم، در میدان درس حدیث، در میدان دعوت، در میدان درس فقه، در این گپا، در میدان تعلیم و تربیه بیخی باید اول نمره باشه. در مسجد ها 2 شعبه خام مردم باید مسجد که جور میکنه
دو شعبه را جور کنه، یک شعبه برای درس زنا و یک شعبه برای درس چی؟ بگوی ذکور یعنی اطفال باید داشته باشیم. چرا؟ به خاطری که اولاد ما بی تربیه باقی نماند، دین یاد بگیره. الحمدلله ما اصل آرزو و امید ما می نمیسته که یک روزی باشه که کابل ضرورت نباشه که زنا در پیش مردا بره درس بخونه، بلکه زنا پیش کی باشه؟ زنا باشه. ان شاء الله این امید پوره شده نیست، اینطور نمیمانه. خب بله، در اینجا همت خواهران بکار است. همت خواهران دو قسم همت بکار است. یک همت مقابله با عنعنات منطقه. زنای خواننده، مردم برش هنرمند میگیم، من هنرمند نمیگم، زنان خواننده در سر استیج از طریق رادیو جهانی اعلان میکنه که ما پرده های چی را بگوی عنعنه خانه خدا دریدم، حاضر شدم دستیج آواز خانی کردم. همینطور میگه نمیگه؟ او در هر میدان مردم چک چک میکنه، برش رقص میکنه، این را افتخار خود میدانه. دیگه خواهری که در صدد خدمت دین است، اول مبارزش با خانواده خود است. خانواده نمیگذاره، خانواده میگه اینمی قدر نمازی تفامیدی دیگه بس کو، ما تو را مفسر نمیخوایم. همینطور میگه نمیگه؟ لیکن نه، اگر پدر و مادری واقعی دلسوز داشته باشه، تلاش میکنه، برش میگه دخترم مکتبی تم بگذار، پانتونی تم بگذار، امیر اشته را پیش ببر و در سرحدی برس که مردم زنا بری تو زنگ بزنه، از تو آزاد پرسان کنه مسائل خدا. اونجا یک همت باید خواهرای ما بکنه. دوم همت کمر بسته کنه، خدا احساس کمتری نکنه که ما این قدر علوم خوانده نمیتونیم، ما در دوره تفسیر رسیده نمیتونیم، ما حدیث درس داده نمیتونیم. اینی گپا از ذهنتان بکشه. چرا؟ بزرگترین محدث در زمان بیبی عایشه صدیقه رضی الله عنها کی بود؟ بیبی عایشه صدیقه رضی الله عنها. بزرگترین مفتی، مسائل خیلی مغلق صحابه پیش کی می آوردن؟ مادر مومنه عایشه صدیقه رضی الله عنها. بعد از او اگر شما بخیر کتابای حدیث بخوانید، در سند روایت زنا می آید. چی می آید؟ بسیار زنا می آید که وا کلش محدث بوده، مفسر بوده، فقیه بوده، فتواها می داده. از او خاطر ما باید تلاش بکنیم که اینی امو فرهنگ اصیل اسلام خدا پس تازه بکنیم. خواهر ما ارزش حجاب بدانه، خواهر ما ارزش نکاح بدانه، خواهر ما آبرو و عزت پدر و مادر بشناسه، خواهر ما حیثیت خدا بشناسه. و این توسط کی شناخته میشه؟ دین. تا که دین نشناسه این حیثیت ها را شناخته نمیتونه. از همون خاطر است که ما ترجیح دادیم اکثر درسای ما برای خواهراست. اگرچه آنقدر مورد اعتراض انتقاد هستم، چیزای علیه مجور میکنه که جز گفتن نیست. خب لیکن ما همه امور به کی میسپاریم؟ به الله متعال. الله متعال میبینه همه صحنه ها را که ما چی هدف داریم، چی غرض داریم و چی مقصد داریم. هدف و غرض و مقصد ما اینه میسته که قشر مظلوم سالا از همه چیز محروم بود، خو از علم دین بیخی محروم بودن. آلی الحمدلله او صحنه باقی نمانده، بنیادش اول ما گذاشتیم فضل الله سبحانه و تعالی. از همین خاطر خواهرها الحمدلله آلی در صحنه تفسیر رسیده، انشاءالله درس داده میتونه، درس عقیده خود هر جای داده میتونه، مسائل بالکل خودشان میدانه. و انشاءالله روز خواهد رسید که ما زنان خیلی مشهور بنام و زنان مشهور بنام در شق تفسیر و در شق حدیث داشته باشیم انشاءالله، که در هر رمضان زمستان پشترش مثل که آلی از مردم برایه، از زنان پشترش برایه و در مختلف مناطق کابل درس قرآن حدیث چی باشه؟ شروع باشه، که دیگه در وطن ما میلیون ها یهود و نصارام داخل شوه، ما باز حراسه نداریم، هیچ چیزام نمیتونه. انشاءالله باز ما مجاهدین تیار تربیه کردیم، مجاهدینی که در هر خانه است، در چی است؟ سرپرست خانه است، معلم و مربی خانه است، مادری خانه است، و دیگه باز ما هیچ چی حراسه نداریم. این موضوع به این خاطر شد که ببینیم که آیا در تاریخ سابقه زنا در امور خدمت دین حصه گرفتن یا نه. زن عمران مادر مریم چیست؟ بگو یک زن است، سیاسر است، اما آنقدر جذبی دینش بالاست که اگر دیگه چیز فعلا نداره، اولاد خود در خدمت کی؟ بیت المقدس نظر میکنه. از او خاطر گفت
خو نظرم کرده او طریقه رم بر ما نشان میده. فتقبل منی، الله بر ایره قبول بکو از ما، اگرچه عمل ناچیز است لیکن تو قبول بگردان، در دربار دیره بزرگ بشمار. چاکلیت شیخ عبدالکریم واری که یک چاکلیت میده میگه ایره 3 کارتن شمار کو. خو 3 کارتن از خیالی است، خو خیالی حقیقت نداره، لیکن قبولیت الله حقیقت داره. عمل کم ما را الله آنقدر پاداش میده که هیچ چیز در شمار آمده نمیتونه. چرا؟ عمل ما در مقابل نعمت جنت بسیار چی است؟ کم است. از او خاطر این حقیقت داره. فلما وضعتها، این داستان شروع است. نکته های جالب شما ببینید. اول نکته جالبی ما خو اینمی بود که زن جذبه خدمت دین داره. آن چیزی که دوستش است او را نظر میکنه. باز بعد از او طریقه دعا را یاد داره که از ما قبول کن. بعد از او چی میگه؟ بعد از او وسیله به صفات الله میگیره. ملای امروزی ما به حق فلانی و به حق فلانی قبرا را گفته رایسته. خب در اون زمان زنم میدانست که وسیله به اشخاص نمیشه، وسیله به صفاتی کی میشه؟ چی میگه؟ انک یقینا تو الله، انت تو نکسی دیگه، السمیع شنونده استی همی دعای مرا، العلیم میدانی اراده مرا که اخلاص مرا که برای چی می یا اولاد خود نظر میکنم. فلما وضعتها، هرگاه که تولد کرد، یعنی در دنیا آمد، امید ولد، امید جنینی که در شکم ازی بود، قالت رب انی وضعتها انثا، الله خو خبر داره که بله این دختر تولد کرده، لیکن این اظهار حسرت است. اظهار چی است؟ افسوس است. قالت گفت ربی پروردگاری ما انی وضعتها، مخو ایره تولد کردم، انثا در حالی که دختر است. او اکثر دخترها را در او زمان در خدمت بیت المقدس قبول نمی کردن. از او خاطر افسوس کرد که من خو یک آرزو داشتم که بچه باشه و این بچه بره در خدمت بیت المقدس وقت تیر کنه. چرا این آرزو را داشت؟ ما اولاد تربیه میکنیم، تلاش میکنیم که تو باش. بعضی مردم اولادای خود سازنده تربیه میکنه که مدال برش بیاره، پیسه ها یک شب تیر میکنه 30,000 افغانی را میاره. چرا؟ ارمونه نواز است، این طبله نواز است، اینی طور است. نه، برای ما درس میده قرآن کریم که زن اولاد خود در خدمت بیت المقدس به خاطری گماشته بود که اگر ای وفات بکنه از عمل اولاد خود بر یزی برسه که در کار خیر و نیک اونجا مصروف است. یک. دوم هدفش چی بود؟ کانون مسجد، کانون مدرسه، کانون بگو اسلام است، کانون حفاظت از دین است. اما در دیگه مراکز انسان بسیار منحرف میشه. از او خاطر زن عمران تلاش داشت که اولادش در ماحول محیط مسجد تربیه شود که مکمل تمایل به چی داشته باشه؟ به دین داشته باشه. خب ما اولاد خود در ماحول مسجد تربیه میکنیم؟ نمیکنیم، بلکه در ماحولای دیگر روان میکنیم. حال اینترنت است، چیزایی را مشاهده میکنه که پس میام موبایلش اینی قدر جای نیست، کمی چپا میکنی عکس چی چیز زن است، نعوذ بالله. کارای غلط است. سعی کنی زن چی مفکوره داره، چی هدف داره و چه قسم به الله تبارک و تعالی نیاز میکنه. امروز آیا همینطور مادر پیدا میشه که در آرزوی اولادش باشه که واقعا در خدمت دین باشه، در یک ماحول زندگی بکنه که هیچ این در دلش نگرده که بچه منحرف شده خراب شده. والله اعلم بما وضعت، الله خب عالم است به آن چیزی که تولد کرده. ولیس الذکر کالانثی، نیست هم اولادی که طلب کرده بود همی زن عمران در دل خود در نظر و خیال خود گرفته بود، نیست او اولاد کالانثی، به مثل اینمی دختری که آلی در دنیا آمده. کدام دختری که برش داده شده او اولادی که در ذهن خود گرفته بود قطعا یکی با دیگه مقایسه شده نمیتونه. قرآن دیگه درس میده همیشه انسان تقاضای اولاد نکنه از چی را؟ بچه را. آلی آنقدر نعوذ بالله آنقدر بدبختی اضافه شده، زنا که 1 ماه و 2 ماه همیشه از حملش میرود، معاینه تلویزیونی میکنه، بعد از او 3م 4م 5م در 9م باز میگه از قابله پرسان میکنه که بچه است یا دختر.
باز وقتی که برش میگه دختر است میره در پیش دکتر، پیچکاریا میکنه که ایره سقط کنه، در زبالدانی بندازه. یک زن دکتر و شوهر دکتر هر دویشان موافقه کرده بودن، معاینه کرده بودن که بچه در شکمش اولاد خواسته، لیکن بس زعم و گمانی از چی بود؟ دختر. خو رفتن وقتی که سقط کرد بچه برآمد. الحمدلله. طبای جدید علم نداره، این تخمین است، او تو در مقابل نظام الله مقابله میکنی. نه، قرآن بر ما درس میده همیشه اولادی بچه را نخواهی، همیشه اولادم به انسان خیر نمی باشه. بس اولادایی است که پدر و مادر در شرک کشانده. همون ترکه ده یا نه؟ اولادش پیدا شده رفته در روسیه همونجا قبولی کرده، پس آمده پدر و مادری خودم برده اوجا، از اسلام محروم، از دین محروم، از مسجد محروم، آخرام پدر و مادر در مو حالت مرده. همونطور شده نشده؟ امیال شده، امیال شده. مطلق اولادم خیر نیست، بلکه خیر اولاد صالح است. صالح اگر بچه باشه، اگر دختر باشه. قرآن درس میده بر ما که همیشه نگو یا الله بچه، وی مردم که دخترها زیاد شوه، باز چارم کشه، باز بس بیبی نامیشه میمانه، بس دانه نامیشه میمانه، بس گل نامیشه که بس شوه. آلی فرمان از این قدر بلند است که الله را امر میکنه که بس کو دیگه، دختره ندی دیگهش که دختره بیاره الله رحم بکنه. یک زن میگه دختره ورده بود، گریان میکرد خیلی فریاد. کسی پرسان کرد چرا؟ گفت شوهرم گفته که این دفعه دختر آوردی باز دیگه از خانه میکشم تا. این بدبختی قدر نمیفهمید که نظام الله است، نظام زن نیست، اختیار زن نیست. همین قدر هم نمیفهمید. یک تعداد که دختر شوه همشیرای امو چیسته نفر خاله و عمایش گریان داره. چرا گریان میکنه؟ میراث میشه. این دخترایش میراث نمیبره چی؟ این کاکاکایش میراث نمیبره. این میراث تنها فقط به بچه است. خاک در سری و بچه قمارباز که کل ملک در قمار میبازه و خوش به حال او دختری که علم قرآن میآموزه و مفسر و محدث جور میشه او مکمل امو مال پدری خود در راه دین مصرف میکنه. چرا؟ قرآنی در ساره بر ما میده، میگه لیس الذکر کالانثی. او بچه که او تصور کرده بود که برش داده شوه قطعا رسیدگی به این زن، این دختر است. این دختری است که جامعه کمالات است. الله تبارک و تعالی او دختری که برای ما نصیب بکنه که او خدمت دین پیش ببره. او بچه را چی کنی؟ همیشه بچه طلب کردن درست نیست. و انی سمیتها مریم، الله میفرماید ما نام گذاشتم. خب یا این قول خود مادری مریم است یا قول الله تبارک و تعالی، هر دو احتمال وجود داره. و انی سمیتها مریم، یا نام از طرف الله نهاده شده که من مسما کردم میره مریم نام نهادم، یا استکینه مقوله مادری مریم است. میگه انی سمیتها، من نام گذاشتم سری از این مریم خادمه را میگه. و انی اعیذها بک، و ما ظاهر است که قول مادرش است، چرا که ما بعد و انی اعیذها این قول مادرش است. و انی اعیذها، ما به پناه میدم ها امی مریم بک، به تو در پناه تو میدم امی مریم و ذریتها اولاد مریم من الشیطان الرجیم، از مسح کردن یا رسیدن شیطانی رانده شده. چقدر زنی هوشیار بوده. ای بزرگترین اغوا کننده شیطان است. حتی در اول تولد هم شیطان چی میکنه؟ یک چخی خدا میکنه، همونجا یک چوندی را میلگانه. طفل که گریان میکنه شیطان او را چی میکنه؟ چوندی میکنه، همونجا میترسانشه. مردم که میگه در گواره ترسانده شنی، شیطان در گواره میترسانه. از همون خاطر مردم ها در کلانی خود از شیطان زیاد میترسه، وعده های از او را خوب قبول میکنه. پیغمبر علیه السلام میگه که هر اولاد آدم که در دنیا آمده شیطان برش چی کرده؟ مسح کرده، بجز از کی؟ مریم و عیسی علیه السلام که مادرش دعا کرده بود. پیغمبر علیه السلام هم مسح کرده بود، لیکن وسوسه های شیطانی توسط شق صدری پیغمبر چی شد؟ از بین رفت. پیغمبر علیه السلام یکی از معجزات شق صدر بود. قبل از چی او را به نام ارهاصام یاد میکنه، مقدمه پیغمبری می باشه. شق صدر شده بود که پیش حلیمه سعدیه رضی الله عنها بود. در اونجا قطعی دیگه برادرای خود رفته بود برای مال چراندن و اونجا جبرئیل امین و میکائیل آمده بود. چی کرده بود؟ سینه‌اش شق کرده بود و همه چیزهای سیار از پیش چی کرده بود؟ تمام چیزهایی که سبب وسوسه شیطان میشد مکمل از پاک شده بود. خب
این دیگه هوشیاری کی بگوه مادر مریم. معلوم شد که در روز زمان امی قدر معلومات در حق طفل داشته که طفل بعد به این سیستم پیدا شود در دنیا بیا. حالی ما باید در مورد تولد طفل معلومات داشته باشیم. ټوټکه و کارای خود ساخته و وهمی را خود نسازیم. الا زچه خانه شده باد برکت دود کنی یک گیاسته، الا اسپند دود کنی در کدام دین است؟ زچه خانه چی کی کشیده؟ زچه خانه شده لی اما نعوذ بالله گپا غلط شده. این فکر یهودیت است نعوذ بالله. این قطعا غلط و نادرست است. چی میگه؟ زنا خو حتی تا این اندازه را میگه که یک زن اولاد آورده باشه تا که 40 روزش تیر نشده باشه، زن دیگه اگه اولاد بیا هر دوشان بعد روبرو نشوه که چلیش سرش انداخته میشه. او در زایشگاه 1000 زن نه چلی انداخته میشه نه سی، هیچ کدامش. این اوهام پرستی و نعوذ بالله از خود دین جور کردن چقدر گناه هست که مردم میکنن. در مورد تولد طفل باید تو کلی طریقای سنت یاد داشته باشی. ناف قطع میشه، بریده میشه، نام مانده میشه، در گوشی راستش آزان داده میشه، اقامت نامده، آزان هم در حدیث ضعیف آمده. هر کس گفته میتونه همین مثل آزان ازی واره گفته میشه در گوشش. در روز هفتم عقیقه میشه. روز هفتم امور میگه که در کدام روز پیدا شده. مثلا امروز دوشنبه است، هر یک شنبه برای دوشنبه چی است؟ روز هفتم شمار میشه. در اونجا عقیقه بکنه، برای پسر 2 گوسفند یا بز و برای دختر چی؟ 1 تا. مثل قربانی واره ذبح بکو، میمانی بکو، کسی را بده تقسیم بکو. در اونجا بعضی عقیده داره که استخوانایش میده نشوه. این گپا نادرست است. بالکل میده میشه، عیناً مثل قربانی واری است. اگر کسی طاقت نداشته باشه نیست سرش، توان نداره، توانی مالی، سرش تراش میشه، برابر مویایش نقره یا طلا صدقه شوه، تحنیک شوه، پیش یک عالم آدمی ریش سفید نیکوکار برده شوه که یک چیزی شیرین مثل کشمش یا خرما واری بجوه در کامش بده، نام اسلامی سرش بگذار. اینجا چیسته؟ این هدایات یا آداب اسلامی است. اینجا چی گپ است؟ اینجا خلاف از او. اول که پیدا میشه مردم میاد تفنگ کلشین کو تخ 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 مردم خبر کرد. چرا؟ چی گپ است؟ خیرت است. و ایره تنها در بچه در دختر نه، دختر خود 2 ماه هم سه خبر نمیشه. پس آن صدای طفل میشنوه در خانه تون، یک صدای طفل آمد ولی یک دخترک پیدا شده. چه وقت میشه؟ 2-3 ماه میشه. دخترک که پیدا شده باز کس خبر نمیشه. بچه پیدا شده می لحظه معلوم هم نیست که بچه میمونه یا نمیمونه. خود صداها میشه. دیگه چادر چیسته گس کردن شروع میشه. در خانه فلانی بچه شده. نکنه امیر اسمای جاهلیت، امیر واجای جاهلیت، تفکیک در بین بچه و دختر مکمل از بین ببری اگر مؤمن واقعی است. این گپا را بالکل دور بکنه، نکنه. چادر دادن ندادن، فیر کردن، این کار اسلام نیست، این کار زمان جاهلیت است. و بعد از او چی میکنه؟ روزی تولدش جشن میگیریم. در 1 سال هم جشن میگیره، در 7 روز هم جشنش در چی میگیره؟ سازنده را میاره، اختلاط مرد و زن شروع میشه، چند ساعت بازی میشه. این مراسم ولادت است. عجیب است چقدر بدبختی هاست. دیگه بدبختی را ببین. زنا نشسته می باشه، ما در نفاس هستیم، نماز نمیخوانه. حالا که بعضی زنا در 1 روز پاک میشه، در 2 روز، در 10 روز. کمی پاک شدی تو غسل بکن، نمازی تا بخوان، روزی تا بگی، کلی گپا دیگه جایز میشه. لیکن چی میگه؟ ما 40 تیر نشده. 40 خو آخری میعاد است. اگر یک زن مریضیش ادامه کنه، ولو که همینطور ادامه هم داشته باشه که 40 روزش پوره شد، مریضی دوام داره، تو بعد بخیزی غسل بکنی، دیگه اون مریضی شمرده نمیشه. عذر داری، عذر ادامه داره. خود تو میخیزی، غسل میکنی، نمازی تا میخوانی، روزی تا میگیری، کلی کارهای روا شد. در مسجد داخل شده میتونی، قرآن در دست گرفته میتونی. آخری میعاد نفاس 40 روز است. اگر از 40 روز ادامه پیدا کرد، تو باید غسل بکنی، او باز دیگه مریضی شمرده نمیشه. از او پایین هر وقت که تو پاک شدی، پاک است خلاص. خصوصا زنایی که چند اولاد آورده بالکل میعاد برش معلوم میباشه. لیکن مردم تا حالی را این مسائل نمیفهمه. تا 40 روز زن نه نماز میخونه، نه غسل میکنه، قرار نشسته میباشه. او یک تعداد خو البته میگه که غسل کردن در حالت زچگی یا در حالت مریضی ماهواری بیخی نارواست. تا که پاک نشده غسل نه، هر وقت غسل میتونی. همین مریضی ادامه داره، برای نظافت غسل بکن که بدنت خو پاک شود.
این تصورات غلط نادرست دیگه در اینجاست. خب گپ در ایسته که در او زمان زن عمران و مادر مریم میفهمید که اولاد خدا چی چیز دعا بکنه. گفت از مس شیطان. الله نگاه کرد، فتقبلها ربها، پس قبول کرد اینمی مریم ربها پروردگارش به قبول حسن، به قبول کردن خیلی شایسته خیلی زیبا. او دعا به اخلاص بوده. الله چطور قبول نکنه؟ مریم قبول کرد. چطور قبول کرد شه؟ با وصفی که در بیت المقدس عام رواج نبوده که دخترها خدمت کنه، لیکن مریم قبول شد. در او زمان علمایی که بیت المقدس خدمت میکردن نشسته بودن تعلیم و تدریس میکردن، در مورد مریم کسی مخالفت نشان نداد. و انبتها نباتا حسنا، کلان کرد یعنی پرورش داد امی مریم بی را، نمو داد الله تبارک و تعالی نباتا حسنا، با پرورش خیلی نیک، با عزت با آبرو، زود زود روز به روز طفل طور نمایان میشد که یک روز که تیر میشد تو میگی یک ماه تیر شده، امی قدر زود زود کلان میشد. و کفلها زکریا، سپرد امی مریم بی را زکریا به زکریا علیه السلام. یک ترجمه است، سپرد مادری امی مریم حواله کرد به زکریا علیه السلام، یا سپرد به زکریا علیه السلام، یا وکفله سرپرستیش در گردن گرفت زکریا علیه السلام. چرا؟ به خاطر که این چیسته خوارزاده زنش بود. زن زکریا علیه السلام خاله مریم بی بود، همشیره مادرش بود. از او خاطر او را نامش کسی ایشاع میگه، کسی ایشاع بنت فاقوزا. اینه از او خاطر در پشک ازی در قرعه ازیان رسیده. کل ما دخل علیها، آلی الله تبارک و تعالی چه امتیازاتی به مریم داده. آلی از این گپا معلوم شد رد بالای نصاراست. که نصارا شما حالات مریم ببینید که به سوالا و دعاهای مادر در دنیا آمده، بعد از او در خدمت بیت المقدس مقرر شده، بعد از او قبول شده، بعد از او در زیر کفالت پیغمبر که زکریا علیه السلام است آمده. آیا این طور کسی که محتاج در پیدا شدن بود، در کفالت بود، در خدمت بیت المقدس بود، این اله شده میتونه؟ این بچه الله شده میتونه؟ قطعا نمیتونه. این رد است بالای ازی. حالات مریم بی دلالت بالای ازی میکنه که عیسی علیه السلام اله نیست، مریم اله یا سوم اله نیسته، بلکه یا بندگان الله تبارک و تعالی، بندگان نیک الله است. خود چی رقم بندگان؟ مریم پیغمبر نیست، چرا که الله تبارک و تعالی مردار با پیغمبری مبعوث کرده، زنا را نکرده. چرا نکرده؟ پیغمبر دعوت میده، در مشکل واقع میشه، لط و کوب میشه، بندی میشه، قتل میشه. این صلاحیت مردا داره، زنا نداره. در کدام مجمع بره تبلیغ کنه، تقریر کنه؟ از او خاطر الله مقرر نکرده. خب و پس مریم کرامتش است که حالات برش صادر میشه، اینی را به نام کرامت یاد میکنه. سیکو کل ما دخل علیها زکریا المحراب، هرگاه که داخل میشد بالای مریم بی زکریا علیه السلام المحراب، در جای عبادتی مریم. اینجا محراب جای عبادت است. در او زمان معنای محراب هر بالاخانه بلند، خانه بلند به نام چی یاد میکرد؟ در او زمان کدام جایی که برای عبادت خاص کرده بود به نام چی یاد میکرد؟ محراب. وقتی که داخل میشد، هرگاه که داخل میشد بالای مریم بی زکریا علیه السلام در جای عبادتش، وجد عندها رزقا، میافت به نزد مریم بی رزقا، خوراکای متنوع. دروازه را بند میکرد زکریا علیه السلام که میرفت. چرا؟ این تنها بود. باز میآمد که میوه های تازه غیر موسم، میوه هایی که در این موسم پیدا نمیشه. زکریا علیه السلام سوال کرد، قال یا مریم ان لک هذا، گفته مریم از کجا میشه برای تو؟ نه از کجا میشه؟ قالت مریم بی در جواب زکریا علیه السلام میگه هو من عند الله، ای از جانب الله است. بس از جانب الله میاد. جواب خیلی موزون. زکریا علیه السلام علی میفهمه که چقدر کرامت صاحب کرامت است. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی یرزق، روزی میده، من یشاء، کسی را که الله بخواه، بغیر حساب، بدون حساب. الله قطعش محاسبه نمیکنه یا بی حساب زیاد میده که شمار کردن نمیتونه. حالی بی موسم میوه غیر موسمی ده ایجا پیدا شدن، در داخل اتاق که دروازه باز نباشه، این پیدا شدن اسباب ظاهری نداره.
اسباب ظاهری نداره لیکن میوه موجود است. زکریا علیه السلام سوال میکنه، مریم علیه السلام بهترین جواب میگه، قالت هو من عند الله، ای به طریق کرامت است از جانب کیست؟ کرامت امر خلاف عادت میگه که صادر میشه به دست ولی. کرامت امر خلاف عادت میگه که صادر میشه به دست ولی برای عزت ولی، خود توسط کی؟ الله جل جلاله. هر وقتی ولی امور ظاهر کنه میتونه؟ نه نه نه. معجزه هم همینطور امر خلاف عادت است که ظاهر میشه در دست کی؟ پیغمبر. در اختیار پیغمبر است یا در اختیار الله؟ تا که الله اجازه نکنه او ظاهر کنه میتونه. امروز مردم ما غلط تصور داره، هرگاه الله تبارک و تعالی در دست یک ولی امر خلاف عادت صادر کنه، او خود دمو دقیقه و دمو ساعت می باشه، بعد از او چی میشه؟ ختم میشه. لیکن مردم ما در حقی ولی عالی عقیده داره که نه، ولی مشکل کشام است، حاجت روام است، آواز مرم میشنوه، اولادم داده میتونه، مریضم شفا داده میتونه. همونطور است یا نیست؟ همونطور است. کرامت چند شرط داره؟ 5 شرط کرامت داره. کسی که کرامت برش حاصل میشه، سر ایمان و تقویش اعتراض نباشه. هر کسی که سر ایمانش اعتراض بود، چرا؟ به خاطری که عقیده توحید مکمل نداشت، یا سری مومن بهی دیگرا که او ملائک و کتابا و پیغمبرا و تقدیر و روزی چیز آخرت است، او هم عقیدش مکمل موافق قرآن باشه، اعتراض در عقیدش نباشه، اعتراض سر تقویش نباشه، او تقوا خو عبارت از عملی کردن تمام فرامین کیست و اجتناب از تمام منهیات کیست؟ یک دانه را نمانه. یکی از جمله مامورات الله ورکع مع الراکعین، مثل که اینجا به مریم بی الله میگه که تو رکوع بکن رای رکوع. پس تو کسی که خدا ولی میگیره، پیر میگیره، در کل عمر در مسجد در جماعت حاضر نشده، او ولی شده میتونه؟ چرا که تقوا خو نمیره تقاضا میکنه. دمی کابل تان یک کسی یک پیر بود که در عمر قطعی مردم در جماعت نماز نخوند، در عمر. او چرا نخوند؟ دیگه توهین و تحقیری مسلمان ها را بی این مردم چقدر مسلمان تحقیر میکنه، لیکن این بدبختا میره باز پایش بوسه میکنه، تو را تحقیر میکنه. او میگه من قطعی از یا نمازم نمیشه، چرا؟ یا دختر فروش هسته، یا مردم های مسلمانی واقعی نیست، یعنی شما منافقین هستین، نعوذ بالله. خب لیکن پیغمبر با منافق بزرگی معرفی شده، عبدالله ابن ابی ابن سلول، در یک صف نماز میخوند یا نه؟ میخوند. پیغمبر جماعت منع نمیکرد. امروز پیری توی کارا را میکنه، مردم کدام طرف روان است؟ چرا را گم کرده؟ اول شرطی کرامت است که انتقاد سر ایمان و تقوایت نباشد. دوم شرطیش که اینمی چیزی که صادر میشه به دست ولی در اختیاری کی نیست؟ هر کسی که ادعا بکنه که من این کارا میکنم، او ولی قطعا نیست. چرا که در اختیاری ولی نیست. حالی همین مردم هم ادعا را میکنه یا نه؟ چی میگه؟ و تو نکو که میسوزانم تا همینجا ذوب میشی. ای از قوی وهمی خود کار میگیره. خب همین تو قوی وهمی را میشناسی؟ در وجود انسان یک قوی وهمی است. قوی وهمی اون نموسته که پیش من براتون در ضرورت قرآن کریم بیان کرده بودم. یک در پیش مرده نمیری، میترسی از پیشش. چرا میترسی؟ خب مرده است، دست و پایش هیچ حرکت نمیکنه و تو میترسی. این را قوی وهمی میگه. بعضی مردم ها قوی وهمی خود قوی میسازه، تو را زیر رعب میاره که برات میگه ذوب میشی، تو اینمی طور میلرزی که راستی ذوب میشم. خو شیطانا قطش هسته، باز تو را راستی چپم میکنه، خو لیکن از بین برده نمیتونه. خلاص هیچ از این حراس نداشته باشه. چرا که هر کسی ادعا میکنه که من اینطور هستم، او ولی نیست. دو شرط. سوم شرط دیجاست، ولی کوشش بکنه به پنهان نمودن اینمی کرامتی خود. این در تلاشی ظاهر کردن نباشه. این در تلاش چی باشه؟ که کس آگاه نشوه. اگر کسی در تلاش آگاه کردن بود، او ولی او شعبده باز است، او تابع جن است. حالی که فعلا کدام مردم ها را شما میشناسی که خود ولی معرفی میکنه، این کارا را میکنه، یا کلش یا ایست که درس سحری را در بنگال خونده، او یا ایست که چیست؟ جنیات قطش است. خب چهارم شرطش کرامت الوهیت نگویی. با کارای کرامت کاری چی نگویی؟ الوهیت. این خو کرامت بود، حالی تو این چی جور میکنی؟ معبود جور میکنی، نعوذ بالله. نه امروز گناه امام اینمیسته
که ما را میگه اولیا را قبول نداره، ما الوهیت اولیا را قبول نداریم. ولایت اولیا را چی داریم؟ کرامت اولیا را چی داریم؟ قبول داریم. خب ولی الله شده، مستحق عبادت شده، از سجده و رکوع شده، از نظر، از ذبح، از حاجت خواهی شده، نمیتونه اولاد داده، نمیتونه. چرا؟ این صفتای کیست؟ الوهیت است. پنجم شرطش است که این عقیده را داشته باشی که بعد از مرگ اگر امر خلاف عادت شد، این را حفاظت چی میگه؟ الهی. الله حفاظت میکنه عزت ازیره. مرده صحابی را گوزنبور پیدا میشه، دشمن برده نمیتونه. قبر امام بخاری تا لیرم بوی میده از چی؟ عطر. این حفاظت الله است. الله حفاظت میکنه عزت ازوره. صحیح است؟ اگر یک قبر بالفرض و تقدیر بلدوزر بردی کار سرش نکرد، این حفاظت کیست؟ الله این حفاظت شده میتونه آدم نیک باشه قبرش حفاظت بکنه. خب آلی قبر مشکل کشا هست؟ حاجت روا هست؟ اولاد داده میتونه؟ لایق است که سرش گنبزا زده شود؟ چند دانه مجاوری ملنگ اونجا خو کنه اما مردم اما چهارشنبه برش بره؟ این هست؟ نیست. این قطعا شده نمیتونه. خب شما کرامت مریم دیده، زکریا علیه السلام از کرامت مریم بالکل حقیقتا خبر داره. ان الله یقینا الله تبارک و تعالی یرزق روزی میده من یشاء کسی را که الله بخواه بغیر حساب. بدون حساب دو معنا داره. یا الله قطعش محاسبه نمیکنه. چرا؟ رزق در طاعت عبادت الله مصرف میکنه، یعنی حکم الله را قطعش اجرا میکنه. یا به حساب یعنی شمار نمیشه، این قدر برش میده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.